به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. برادران گرامی قدر، امروز خواستیم کم درباره تاجیکستان و افغانستان صحبت بکنیم که رحمانوف داره بگیم که اونو را قبول نداره، افیتسال نه که قطعی اونو همکاری میکنه. اونو که اکستریمیستی تروریستی بین المللی هن، بگیم که قبولشون ندارن که همکاری میکنه، قچون برق میتیه، نمیدونم قچون دادگریف به افغانستان با مخالفینی که خودش که یگان سلاح و یراق نمیدونم یگان چیز ندارن که بگیم تهدید بکنن رحمانوفا، اینا را اگر بقا بکنه یا که زندانی میکنه یا که اکستریمیست یا تروریست بگیم که اعلام میکنه، در همه جا در پایگرد میتیه مردم یا که در راز میتیه مردم. من یک پیشنهاد دارم به حکومت، به طرفداران حکومت، بیاید سر یک میز بشینیم، یک صحبت بکنیم، یک کاری بکنیم که هممون، شما بگیم حکومت دارم، ما مخالفین، بیایم وطن رو بسازیم. این خیلی نه که ما در اروپا، شما در تاجیکستان، یک مهاجر در روسیه، بیایم سر یک مسئله بیایم که سطح زندگی مردم تاجیکستان خوب بکنیم. غیر این صورت تاجیکستان هم خیلی بگیم دامو ای پست اومده رسیده، بگیم که مردم مهاجر دارن ظلم میکنن، یک نفر صاحب پیدا نمیکنن، اینا که پشتیبانی ایزنا بکنه به مثل عزت امان کرامت شریف، خدا رحمتش کنه، هم نفرها خدمت میکردن برای مهاجران. امروز کی پشتیبانی مهاجر است؟ هیچ که. من میخوام که مهاجرای ما پشتیبان داشته باشن، تک پروستا نروان در اوکراین یا که در دیگر جا نه جنگ کشته نشوند. چند هزار تاجیک در جنگی بگیم از طرف روسیه بگیم که با اوکراین جنگ میکنه. برادرای عزیز، ما اگر همین 10,000 نفر، زیاد نه، 1,000,000 نه، 10,000 آدم، ما میتونیم که به همین بیل کلمند، به همین دست، به همین خیلکی رحمان فیح طرفا بکنیم. شما در گیجای 10,000,000 ما 10,000 نفر پیدا نمیکنیم. زیاد نفرها زنگ میزنند برادر ما قطعا تیاره میریم، اینا چه خیلی بخواهی. نه برادر عزیز، چه خیلی شما قطیموی، چه خیلی شما قطیموی برادر عزیز. این طوری نمیگیره در عقل که شما قطیموی. وقت ساعت روزش بگه معین شده بیای زنگ بزنی، بیای سر یک مسئله بیایم بیای اون کار بکنیم. بازم من امروز بازم به حکومت یک پیشنهاد میکنم که حکومت شما باید با مخالفین صحبت بکنید. غیر این صورت گندگی باشه، ای دستی همه گندگی میوه، خوبی ای دستی هر کس نمیوه. راست رحمانوف بره و خلاص یک نفر دیگر را بیاریم. امروز ها اهمیت میتیم کسانی که استعفا میگن به قدر میشوند. چی کاری خوب کرده او که مثال شما را بازم یک بار دیگه انتخاب بکنیم؟ کدام مشکلی جامعه را حل کرده که بازم شما را انتخاب بکنیم؟ در همین سوال من میخوام که یک حکومتی ببروی جواب بده. برای کدام کار بازم ما رحمانوف یا که فرزندشه یا که نمیدونم دخترشه همینا را انتخاب بکنیم؟ برای کدام کار؟ در 30 و چند سال ما آبی خوردنی نداریم، سوید نداریم، راه درست نداریم، معاش 2,000 2,500 سومون، نرخ بازار نمیدره، با 2,500 3,000 سومون یک پکیت چیز خریده میشه.
باید معاش همه خیلی درسته باشه که یک نفر 10 سال کار کرد به غرض خوردن خواب رفتنش نمیدونم لباسه و هر چیزش که نباشه باید او پسنداز داشته باشه در 10 سال لااقل پل یک خانه ها را داشته باشه که 10 سال کار بکنه و یک خانه ها بگیره. بیاره که یک نفر که در تاجیکستان 10 سال کار کرده باشه و یک خانه خریده باشه. آدما در اروپا از بقلشکه فروشی در دوشنبه خانه خریده سودیان. بقلشکه جمع میکنن میفروشن 25 سنت. خانه خریده سودیان. میان در نمیکنن. سبوکه جمعش میکنی میبری میزدواتش میکنی خلاص. ما یک جای کار نتونستیم تأسیس بتیم برای همین ملت. ما نتونستیم. برای چی؟ برای که ما نه رحمانوف نتونست. ما میتونیم. باور بکنید ما پروسه در تاجیکستان فساد یک طرفه کردن در کار حرمخوری نشوه. همین چیزی که در تاجیکستان هست تیلا آب پخته سوید هر چیزی که نباشه باور بکنه برای این مردم زیادیه برای 10 میلیون باور بکنه اروپا خوب زندگی میکنه یگان تد مهاجر نمیشه. یک بار شما بیست مردم تاجیکی فکر بکنه که طبقه شما همین خیلی میره ده بچه 3 پکله نشید رفته سوده روسیه باز هم میخواه که فرزنداتون که نبیرهاتون باز هم بر روسیه بروان یا که میروان هم در همونجا بگیم یک زندگی خوب داشته باشن حقوقهاشون رعایت کرده شود رعایت نمیشوند برای که ما پیشوا داریم اساسگذار صلح و وحدت ملی داریم لوچی پارتنری پوتینای بگیم که پارتنر استراتژی میگه چی میگه با چند تا بلاگرای دیگهش نشی براتی میگن روسکی. فکر نظرهاتون رو بنویسید که رحمانوف بگیم که طالب ها را قبول نداره رسما نکی قطعی اونا همکاری میکنه. ما که مخالفانی تاجیک هستیم ما کمبودی ها را تنها میگیم. گفته هستیم که این کارات خطا نیکار نکی این کار بکن یا که در کودکستان یک کودک او روز درگذشت باید دایرکتری همون کودکستان را برای 30 سال زندان بکنی رحمانوف نه کمتر از 30 سال باید اون انسان زندان بشود. برای کودکای برای صدیق همین خیلی کراوت میمونن که یک آدم نمیدونم 10 سال میزنه که صاحب فرزند بشود یا که یک نفر 20 سال میره عذاب میکشه که بعد زن بگیره. وقتی کودک نمیگوی برام بمونم در جا کودک نمیبری میمونی بگاه بگیم که مردش هم میارن. این چیه؟ یگان چیزی درست نداره شما. یک کودکستانه که کودکستانه شما همون درست کردن نتونستی. برای تکنیک بیزاپاس نیستش مثلا کراوات های باید کودک باید چخ بخیزه همه خیلی اگرشدنی داشته باشه هم کراوات چخ ده تخته را مونده کودک نیمش میبره کلش رس میکنه. این خیلی کودکستانه. شما اگر ندونه که کودکستانه چخیله من میتونم که نوار بکنم کودکستانه همینجا را نشان تون بتیم که چه جای خوابشونه جای خوراکشون جای بازی کنیشون چخیله نشان من میتونم این نوار را بکنم در اینجا. شما که امریکا میره اروپا میوی نمیبینه شما قاریه تنها به غرض همون بگیم که آفیس های همین ساعت های اعظم آلمان یا که نمیدونم پرزیدنت فرانسه یا که همون بگیم که اتاق کاری همون میبینه و خلاص یا که فرزندهاتون میآیند یا که همون نفرایی که امروز در حکومت هستن شما بگیم که دبی میره شما میتونید که نمیدونم هر شهر ناحیه‌ای بگیم که همین اروپا میوی
شما نمیبینید که چه مردم زندگی دارن، در کدام ساحت زندگی دارن، راهاشون چخلن، معاملای بگیم که همون میلیتسوها با نفرها چخلن. این چیزا شما نمیبینی. شما پروسا نمیتونی بمونه بره خلاص، یک نفر دیگر بیاید یک کاری بکنه که برای منفعت ملت باشه. تنها ما ابراهیم میگیم که رحمانوف بره و خلاص، دیگر یگان چیزی دیگر نه. متاسفانه بگیم که نمیدونیم عیبی چی باشه. در یوتیوب هم بیننده ها کم هستند، بگیم که نفرها پیوسته شدیان، یا که همین بچه‌ای که بدن همینا واقعا رحمانوف بود، بگیم که ما شجاع را همش از زندان کرد، بگیم دیگه شجاع نمونده است. باور بکنید. خب اینجا یک کس نوشته است که کینوخوانی صرف شده است. کینو نخوانده شده این برادر عزیز. خواهی اگر در همین زندگی محقل باشه، خواهر مادر تایمین یوبکا بگردن شوی دیسکتیک بیاین و بگیم که قطعی یگان بچه بقپنش، اگر هم چیز در راضی باشی یگان مشکلی نداری. 100% جناب عالی با پیش گفته با پیش. من میخوام که یک حقوقهای انسان ها برپا بشوند. فرق نداره کدام حزب، کدام گروه، کدام مذهب، کدام دین، فرق نداره. باید که ما رنگ انسان زندگی کنیم. ما در اروپا میتونیم که مسجد بریم، قطعی کودکایی بگیم که من یک چیز میخوام با شما نشان بدم که ما میتونیم که در مسجد بریم کودکان درس بدیم. نه درست نواری کوتاه میمونه درس خونده مشکلی نیست. میام ده دخترکو و بگیم که پیش معلم، میام که معلم های چند تا طلبه بگیم که قضیه نماز خونده سوده بود، نماز عصر بود، بعد عصر تو نماز شام بگیم که درس میتین. مردم سپکای نمیروند، بگیم که قرآن درس میگیرند، دینشون به خبر میشوند. بیاره شما در تاجیکستان یک نواره که یک نواره بیاره که نه همین خیل کودکا در این مسجد قرآن درس میخونند. نیست هیچ چیز. من میخوام همین چیز باشه. شما در اروپا در جایی که دینش با ما موافق نیست، خانه پوستشو با ما موافق نیست، ما مسلمان در اینجا میتونیم زندگی کرده، حق داریم. برای چی ما یک دولت بسازیم که بگیم که اروپایی در اونجا نتونن زندگی کرده، یا که مسیحی یا که دیگر. با امروز جهان همین چیزا طلب داره. باید هر کس آزاد زندگی کنه. من مسلمانم، مسلمانی زندگی میکنم. شما کافره با کافریتون زندگی بکنه، یگان مشکلی نداره. تنها یک قانون میمونه، تنها یک چیز میمونه. خب الو 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 خب خواهش میکنم که در وقتی افیر زنگ نزنی. اگر کسانی که میخوای صحبت بکنی در استریم بدروی برادرای عزیز، لینک در زیر نوارم گذاشتگی. بگیم که در زیر نوارم گذاشتگی، در زیر کامنت هم همونجا ذکر ریپیت کردگی. همون میجیقه ترامل وارد استودیو میشه، می فکر نظر تا میگوی میره. خب الو الو خب
وقتی گپ نمیزنه برادرای عزیز خواهش میکنیم که پری بیواد نکنید در وقت برنامه. کسانی که میخواید صحبت بکنید وقتی زنگ زده نامتون نمیگیرن خواهش میکنیم که صحبت بکنید. اینجا ده ها نفرها تلفن میکنن من نمیگیرم. خب الو بله سلام علیکم. سلام. خط شده اصلا نمیدونم خطا شده باشه خدا نگهدار. خب کسی خطا گرفته است رقم ما را. خب نگاه بکنید که رحمانов با طالبا همکاری میکنه. با طالبا همکاری میکنه با مخالفان خودش نه. قبول نداری مورم نه. طالبان قبول نداری. برای چی؟ قطعی اونا همکاری میکنه قطعی ما نه. ما تو دعوت داریم که بیا سر هم میز بیایم ما بگیم که بیزار شدیم از در بدر اروپا و نمیدونم امریکا گشتن. ما میخوایم که در وطن خودمون بریم زندگی بکنیم. همین فعالیت هم نه در تاجیکستان بکنیم. ترام آزاد باید باشیم ما هم آزاد باید باشیم. چون ما همین چیزا نمیتونیم کرده. برای چی با طالبا همکاری کرده میتونی با مخالفین نمیتونی؟ یا که امروز ها نمیدونم کینا کرده شده که یک بار بگیم مخالفین کسانی که کمک کردن داره شما اونها را بازداشت یا که زندانیشون داره. ما را دیگه کی کمک بکنه؟ ما را کی باید کمک بکنه؟ امریکا، نمیدونم روسیه، ایران، افغانستان، گیجا، خیتای گیجا باید ما را کمک بکنه. ما خواجه خارجی نداریم. ما از بین همین مردمیم برای همین مردم. مردم اگر کمک کرد میریم سر یک کار میبرویم. در این صورت بگیم که البته میگه شخصا تو دیگه تاجیکستان نمیبینی. برادر عزیز من 100% میفرام حاضر برم تاجیکستان. یگان به خدا وای نیست. من حاضر میخواهم برم تاجیکستان. راست یک تا مسلمان پیدا نشده شده در تاجیکستان برای با مخالفین صحبت بکنه. بیا سر یک میز بشینیم بیا کو شما چی میخواهی ما چی میخواهیم حکومت چی میخواه باید یک صحبت کرده شود در این بین. اونا ما را نمیفهمن. ما هم خش فهمیدیم که تا در دست تیر کمون نباشه این حکومت قطعی گپ نمیزده. ما چند بار شد برشدی گفته هستیم بیا سر یک میز بشینیم صحبت بکنیم. ما باید در داخل باشیم نه اینکه در خارج یا که در امریکا یا در اروپا. من ایجا پریورات کردن نمیتونم. این پریورات کردن این یگان بگیم که GTA نیست که من اینجا بازیش کنم در تاجیکستان پریورات چه یا که کلش آف کلان که بگیم در اینجا بازی کنید در اونجا کارو دیگه بشوند. این خیلی گپ نیست. در میدان همون نفری که لیدر زوره دعوا میکنه همون آدم اگر نباشه این مردم نمیخیزن. به همین خاطر باید ما کاری بکنیم که در درم باشیم. وقتی ما برن هزار میگیم هیچ چیز نیست. به همین خاطر مردم باید ما سرجم بشیم. باید ما بگیم که یکم کار بکنیم. اگه آدمایی که در اروپا اینا رو جاشون خنک نکنید خواهش میکنیم. مهاجر و آدمایی که در تاجیکستان هسته کسانی که خندرجوش هسته بیای برادر عزیز رقم تلفن در بگوش اشتراکه است بزنگه انشالله بپیونده. وقت ساعت نزدیک آمده شده. انشالله روز ساعتش میاد ما میگیم که کدام روز چی گپ میشود. بعد دیر نمونه برادر عزیز. بعد نگه که ما قدر شما بدهیم. من وقتی که یک انسان رو نشناسم یگان محل اون انسان رو من دعوت نمیکنم. قطعی من صحبت که من تو را بشناسم که من بدونم که تو کی پگه من یک گروهی خدمت من بگم که این نفرها بچهای من اینا میشناسم بگیم که این امجاد همین کارها را باید کرد. وقتی من شما را ندانم تک پروسه در برنامه ببرم که برادرها فردا در تاجیکستان میتینگ میشه که انقلاب سر میشه. کی میره؟ هیچ که برای هیچ که من نمیشناسه
من هیچ کاره نمیشناسم. برای خاطر باید اون مردم بشناسی که پگاه اون انسان میره یا که نمیره. به همین خاطر باید ما برادرای عزیز همدیگه را بشناسیم. باید ما کار بکنیم که بگیم دستگیری بکنیم همدیگه را. غیر این صورت روزها، ماهها، سالها میگذرند، بگیم که عمر میگذره میره. ما اوجه یکم 40 رفته شدیم. گفتی برادر عبیدالله که 1-2 سال پس دیگه اگر همین طور بروه دیگر ما کارناشایم میشیم برای انقلاب. ما دیگه نمیتونیم که در میدان ها باشیم. حاجی محلی کندن، چسبیدن و برآمدن ما همین شب و روزها. 1-2 سال دیگر بگذره دیگه بگیم ما دست پا میمونیم دیگه میریم پس زندگیمون میشیم. به همین خاطر برادرای عزیز دعوت من همین است که به طرف نباشه. ما را بگیم که 130 نفر تماشا دارن. خواهش میکنیم که به طرف نباشه برادرای عزیز. لایک هاتون بمونید، نوارا به یار دوستاتون بفرسته. باور کنید میگم که درباره همین لایک عموما گپ نزنم، برای که بگیم باور بکنید بگیم برای همین لایک ها گفتم باور که دیگه شرم میکنی بگوی. واقعا اگر دستگیری هسته برادرای عزیز، بیننده میخوای که یگان چیز بشوه، پروسته این سبب زیاد شدن بینندگان میگرده. من که خودت یه لایک میمونی که خودت نمیتونی کو جاد گرمه، یک نفر دیگه که در پشتی پرده است میبینه نوار ایدمش میبره میگه او اینا یک چیز میخواستین دیگرگونی در تاجیکستان، بیا قطعی همینا بپیوندم. ممکن یک نفر میوه یک کار میکنه که سبب همون یه لایکی ته. رحمانوف چند بار شد بگیم که رحمانوف دیگه میگه برای لایک موندن دیگه زندان نکنه، قانونش کوجه جاری شی. همگان ده معلومه که دیگه برای لایک نباید که زندان کنن. ایسپس دیگه بانهاشون یافتگی هست. اگر دیگر شما زبربنک داشته باشه خلاص شما یا که نمیدونم با گروه 24 کمک کرده یا با محمد اقبال یا با الماس یا که با 1000 دیگر مخالف کمک کرده یا که چیکار کرده، شما را میگیرن میبرن زندانی میکنن. شما تنها یک زبربنک داشتنتون بس دانه اینا میآوان که شما چه روی کردش تا روی نکرده. من نمیدونم تا کدام درجه را این چیز راسته که بگیم نفرها از تاجیکستان سوم روی کرده باشن اروپا. ما سوم نیاز در تاجیکستان داریم مخالفو، نه اینکه در اروپا. در اروپا هم اساس زندگیش باور بکنی. فراسته این یک دروغی. خب کسی میگم پرزیدنت آینده 3 سال شد لایک گفته است. من در نظر داری برادر عزیز، از برای خدا میخوای بمون لایک نمیخوای کو یگان گپ نیست. من برنامه مای وقت ساعت دارم بخدم برنامه کشیدگیم همون وقت ساعت همون نفرای همین نفره که من میخواهم به پیوانده با من یگان کار میکنم. غیر این صورت میرم دمی کار دیگه نمونم دستام آخه میتکم میبرم یک نوار میکنم میگم کراچی که که همون بل کدمان گرفته من خطی تونم. غیر این صورت خدا نگهبان تو دیگه میکوه الماس نمیوی میرم پس زندگی. پروسته من خودم میخواهم بفهمم. مثال من نمیدونم که برادر محمد اقبال چند نفر آدم داره یا که حزب نهضت چند آدم داره من نمیدونم این چیزا، یا که گروه 24 چند آدم داره من این چیزا نمیدونم. من میخوام خودم بفهمم که همین
مردم به من میپیوندن یا که نه. این هدف ها همینه. سویت کودکپلی بگیم که زندگی خوب، سطح مهاجرت کم میشه، بگیم که در روسیه زندگیتون خوب میشه و همین چیزها داریم. من پیشنهاد دارم برای شما. قبول میکنی؟ مرحمت. قبول نمیکنی؟ من زندگیم خوب است. بخوام میرم تاجیکستان، اگر حکومت با ما بپیونده بگیم یگان چی یا که همینجا کار میکنه میرم پس زندگی. وقتی که ساعت ها میشینی خب من خواهش میکنم که در کامنت ها ای دشنام ها کمی خداری بکنی. زیادها نمیدونم از زن از مادر نمیدونم مرا بعد یا که دیگر نفر ها را دارن دشنام میکنه. این چیز قابل قبول نیست. مردک بیای شما کو رئیس جمهور تو امالی رحمانوف مردک نیست که ببره با ما صحبت بکنه. با که شما یک نمیدونم یا که چاپلوسه یا که دستاوگیره که یا که نمیدونم قله تنها میبروی دشنام تحقیر خلاص. برای که 30 سال در رحمانوف شما را همه چیز تربیت داد که وقتی که یک مخالف میبروی مخالف این یک آینه شما توپای باشه اگر یعنی نفرایی که دشنام مینویسه کو شما اگر توپای ما با مثل یک آینه باید حکومت ببینه دمو خودشه. ما مینوس هاشه گفته است نمیتونی بره تمام یک کسی دیگه بیا بگیم که یک ساعت زندگی مردم خوب بکنه. این همین خگه یگان چیز دیگر نیست. نه خب ما همجا رحمان استعفاش طلب بکنیم در تاجیکستان زمین بکشه و ببره یا که تاجیکستان بسوزه تاجیکستان در بگیره یا که نمیدونم قاودان بمره. در روی دنیا رئیس جمهورها ایواز میشن یگان گپ نیست کو ازبکستان در جنگ شید مرد یک کسی دیگه اومد. قرقیزستان چند باشید پریورات میرن میدونن قصر ملت رو علاو میزنن. چند باشید نرمال زندگی دارن. سطح زندگیشون ایما خوبتره، معاششون ایما خوبتره، پنسیشون از تاجیکا خوبتره، زمینشون مایده، نسلین هم مایده، ایما خوب زندگی دارن. در روسیه ایما زورن. به پرپسکه سه ماهه یا که یک ساله میگردن در لبوجو کار میکنن. شما 15,000 متریه بازم تای شتاتون میکشن بازم بگیم که پیشوای ملت یا که نمیتونم جناب عالی گفته بگردی. من بدونم که زندگی شما خوبه در روسیه شما را بگیم پته نمیتیه شما بگیم که برای یک پرپسکه سه ماه میتونه که بگرده کار و فعالیت کنید من گپ تو ندارم. برای که رحمان همین قلاقل همین کار کرده تو نیست برای ملت نتونیست همین کار هم نتونیست. خب عادل سلام علیکم. خب عادل برآمد و فکرم که میکروفون کشتگی بود پرتاف چیه میخوای برادر عزیز ما یگان نفر کشتنی یگان چیز نیستیم. رحمانوف اگر زنده بقا بکنیم زندانش میبریم. اگر رحمانوف بمره من گفتگیم که من نمیخوام که رحمانوف در زیر خاک بگذارم برای که زمین این حرم میکنه. من میخوام که اینا در یک شیشه بگیرم و بگم که در همو پارک رودکی ده یک رنگ الیف و بشنی راست کرده گیرن رو همونجا ده برای بمونیمش که توریستا بیان ببیننش. این همین قد ما یگان نفر کشتنی نیستیم. نیتی ما یگان کشتار نیست، یگان جا علاب سر دادن، یگان جا کفاندن نیست. تنها برای قانونی رحمان برای یگان گپ دیگر نیست یک نفر دیگر بیا مردم بگذار من قبول نکنه یک نفر دیگر قبول کنه که ما هم تاجیکستان هم میخوایم که پیشتر بروه. برای چی گفتی همون یک بچه هست میگه تاجیک باید بپره؟ برای چی تاجیک نمیپره؟ برای چون ما نمیتونیم بپریم؟ سبب همه این همین قناتای ما را شکستگی این همین رژیم. باور بکنی تاجیک لبای جا میپره. باور بکنی
просто این رژیم قنات این مردم شکستگی این بچه‌ها اختراعکارن. یک بلاگری روز بدخشان رفت میگه من 3 تا دیپلم ویشی ابرزوانی دارم، من تصوراتم عقلم نمیگیره که چخیل همین بگیم که یک گیس روز کرده مایده برای یک چند خوجگیره، یا ونتیلاتور موندگی، یک موتور سیم کشیدگی نمیدونم آوردگی سویت کرده. میگه من 3 تا ویش ابرزوانی دارم، من عقلم نمیگیره که همین کارا چخیل بکنیم. این مدر میگه یگان نمودی مکتب خوندگی نیست، امروز من وارد توصیف همیشه خونده دیگه فوتبال بازی کرده گشته. آدمای اصلا اختراع میکنن، نمیدونم ماشین برآورده شد یا نمیدونم موروی برآورده شد، لبوی چیز اختراع دارن مردمی توجیک، یکی کمک نیست از طرفی. خب الو سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام و درود الماس با شما و با شنوندگان شما، یعنی بینندگان شما. تشکر. فرمایید. من خیلی افسوس میخورم که صحبت‌های ما رو در برنامه قطع میکنی، چون که برای شما شخص که سخن میوبد، گپ میوبد، در اصل یعنی که دلیل پیش میارد و با گفته های دروغ شما یعنی که مبارزه میبرد که شما دروغگو هستین، شما اون صحبت ها رو قطع میکنید. افسوس، خیلی افسوس. برادر عزیز یک دروغ من بگو بسالی بس یک دروغ من بگو والله قسمای این اینجا میکشم پالی میبرم میرم. اگر من گپ زدم تو بگو تو مردک نبوده است، یعنی یک دروغ من بیار اینجا من 200 نفر تماشا دارم، یک دروغ من بیار که من دعوی اینقدر گپای گفتگیم یک کلمه هم دروغ باشه اگر تو بگو من به خدا ترک میکنه میرم. من چی مجبور کرده بسالی برادر، من چی مجبور میکنه که من میبرم دروغ میگم؟ من با دروغ گفتم پیش نمیرم. من گوش کو بیا من دروغی خطا کچامون چوپلوس میگم، چوپلوسای خودت دکازات میکنم، یعنی دروغ چوپلوس نگو، دروغ منه. سخنی که عبدالخلیل واصف در برنامهش فلان ساعت فلان مینوت همین گپ گفت، همین گپ دروغه. بیا گوش کو مرا من دروغ تا گام میزنم و گام میزنم همین این گپای همتون شما بیا همین کشش نداشت، فقط بگو که در گیجا من دروغ گفتم، چی گپا دروغ گفتم، خلاص دورش نکش. بیا تست دورش نه. شما یا برنامه میکنید که کیم کجا میکشی با میگی صحبت قطع میکنی، وقتی حقیقت گفتم شما آدم میگید صحبت حقیقت گپ زنه برادری عزیز. من ترا گفته هستم که همون گپی دروغی منه وقت ساعتش دگیجا دروغ گفتم. دروغ تو همین است که تو ما رو نشناخته، گرچنده که من اون کار بسیار که تو گپ زدی نیستم که شما در برنامه شما الان اکل پیوست میشوم، یعنی که بسیار هم نه یک چند روز قبل شما مرا کیم کی را شباهت داده، کیم کی فکر کرده. من یگان چی نگفتم ترا، من ترا یگان چی گفتگی نیستم که این کیه. یا آدم برآمد گفت که این همون کرات نه وقتم گفتی من ترا گفتم که همین سوالت کردم که تو همون کراتی یا نه، تو جواب ندادی. من چه جواب اتو نگفتم ترا. من گفتم من یگان کرات نمیشناسم. الماس بیا گوش کن، زاپشات گوش کن، قطعا صحبت کردی دست من کرات نمیشناسم. گفتم من دیگر کسی نمیتونم. گوش کن که الماس وقتی که عبدالخلیل واصف گوش کن برادر عزیز، گرچنده که شما هم فکر ما نیسته، یعنی که شما توجیه هستید، من ترا برادر میگم شما دوای مسلمانی دارید، نه که دروغگو نمیگرفتان، نه که شما دروغی سخت دروغی. من خیلی افسوس میخورم. افسوس نخور، توی امکی برادری کسی هستی دروغی من بگو، من مردکم گفتم که من دیگه برنامه نمیکنم، نه که آج ایفی رو میکشم میبرم میرم کلا دیگه گپ نمیزنم. یا دروغی من بیار اثبات کنه. بچه من چی دروغ گفتم؟ من یه اون کس من سومت که من مجبور باشم برام جا دروغ بگم. من به خدا برای کیف دیگه شتگی نیستم. به نام الله قسم من دروغ تهمت والله قسم گپ نمیزنم، دهنم از سکاش میدم. یگان چیزا میگم برنامه نمیکنم، دروغ نمیگم. برای چی من دروغ بگم؟
رحمانов گوش کن بسالی رحمانов همیشه و روز طالبا قبول نداره با طالبا همکاری میکنه همین گپ دروغه من همین چیزا گفتم یا که گفتم که اون گودک در همونجا کشت باید بگم که دیرکتری همون باغچه گودکانه برن نه کمتر از 6 سال زندان بکنن من این گپ گفتم همین گپای من دروغه یا که نمیفورت را من چی دروغ گفتم که برای من میگه که تو دروغ میگی تو اینا کلا که دروغ ما اومدی گفتی که در فلان ساعت فلان مینوت بعد بیا گپ میزنی غیر این صورت خدا نگهبانه چوز میای سر وایرون نکنه میره بیا دلیل قطعی که الماس فلان ساعت فلان مینوت اگر گفتم گپ دروغه من میارم فقط دلیل اگر دروغ گفتم من گفتم مردکم بس من میبرم میرم کلا دیگه گپ نمیزنم شما یک نفر مرد نیست که ببروی بگیم که با فکت با دلیل گپ زنی من چی دروغ گفتم من هم که سومت یه که میبرم دروغ میگم خب برادر شادی کی هستی خواهش میکنیم که همین دشنام تحقیر یا مایده ای برتر برنده مثال چی در کاره همون انسانه اگر فرق نداره او رحمان فای طرفداری رحمان فای در کار نیست دشنام کردن در کامنت ها نگاه میکنم برادر عزیز زیاد بگیم که دشنام در حق همون نفرهایی که مثال زنگ میزنن یا که حق دارند که همون بگیم که جای گپ کی نمیگم من میگم خدا نگهبان من اینجا نمیخوام که توی نقل بکنن این انسان ها من میخوام که مردا گوره بیان فقط دلیل قطعی اینجا فلان ساعت فلان مینوت الماس نمیگه پا گفتی من مردا که میکشم میبرم میرم دیگه نمیبینه الماس خلاص نکی متاسفانه این چیز نیست انا ای خشید انا او خشید همین کشفده کروچی باید همین بکشم برنامه را خلاص محمد امین سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بله و علیکم السلام برادر خوبی سازی الحمدلله خوبه الان نگهبانتون باشه یا فقط وقت میگیرن یا گپ تو میتن ای موضوع بیرون میکشن وقت میگیرن بله اینا باشه اینا مرحمت یکم اینا مقاماتی قدرتی دولتی اینا ببروین و الله قسم ما همین رو ماهوی میکنم و قطعی همو گپ میزنم برادر عزیز مثال نمی کار نیست مثال روتونه نشان میتیم برای قربانی تیار میشه ای بیوام قربانی شیدگی ما که در توکل من بر الله بیوام قربانی شیدگی مو دیگه اینجا قربانی میشه و اخینت نیمونه در مسواک کتیار نیمونه ایگیش نگیره در خودشون مدسته اومدگی که مردم باید دیگه خیلی جمع بشه رقم واتساپ هست زنگ بزنید صحبت بکنیم انشالله بچه ها هستن میپیوندیم یک گروه هسته اونجا صحبت میکنیم بگیم که سر یه مسئله میاییم ایشالله او خیلی دیگه همین که جون عبدالخلیل جون دیگه همین هم میشه و نیمونه اینا در مسکو کشتیدن سال 1990 جنگ بود 93 94 95 جنگ بود همین گریزه نبود در افغانستان والله قسم بله باز همین که مهاجر بیچاره لط و کوب میخریم اینا شتا میخریم گپی قبیمون میزنن اگه توکه دیگه ما همون خب کنیم همین رومون سیاه کده بگردیم های خوب میشه و های خوب میشه و تو من پدری خما والله قسم وقت ساعت شید گفتم که پدر گفتم اینا وقت شما گفتین خب کنین دیدی روز خودت مهاجر ما مهاجر و اینا فرزندی ما باید که مهاجر شوه یک توکه خب کنیم بگردیم و همون میبروین رو تونه سیاه میکنین هم پدنالتو گپا تو میتین هرزو خیلی ببرو لوبویت ببرو والله قسم ببرو اینا رو برو گپ زنیم اخی همو الله کرده همو نعلت کرده الله همو رحمان خودش گفت که سیاست در کوردور نشین در نوحیه غرب در برآمدش اخی سیاست در که کوردور نشین وطن ای دست رفته است والله قسم کو اخی چخه بگم ده وطن ای دست رفته است رحمانов میگه که بس رنگ کوردو بخشش پیش گپ تکه ما همین رنگ کوردو والله قسم به وطن میشیم کدوم بود
بیچاره مادرمون خواهرمون عورتای تاجیکستان خیلی ما هم چون مادر خواهر میگیم امورا اپا و خواهر میگیم والای قسم کو والای قسم دیگه جمع کردن قینه. بله تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا با چند زنگای تلفنی دیگه اونا قبول کنیم. چی میگن؟ خیلی نگهبانتون باشه. نگهبان. خب سلام علیکم. همو پیش بدگی چستون رو بکشیم بعد صحبت کنیم. خب این برادر زجگانش باز میده. عادل میکروفون تا کشوی بفرمایید. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. خسته نباشید. تشکر. و یک کس برآمد طرفدار همون که یک از گومیشا گفت شما را که دروغ میگنید تا میگه با می سیقت وای 7-8 کده سپورت کده چی در کنه درست بگو بزن بگو بگو تمام چی در کنه وای با همه چی گفتن میگیرن وقت گذشته است. موضوع امروز چه درباره چی رفته است برادر کو یک نقطه یکینگی برادر عزیز نگاه بکی که طالبا را رحمانوف قبول نداره افیتسال نه نکی قطعشان همکاری میکنه. ما را هم قبول نداره نگی قطعی ما همکاری نمیکنه. ما تاجیک هستیم اونا پشتون یا که افغان. طالبا چطوری همکاری میکنه طالبا که یگون همکاری هم مثال نیست طالبا را همون سویتی که هست میفروشه چین هم داگوار کردن مثال هم که کار کرده دیگه تمام طالبا تاجیکستان میان رسما این همکاری نیست برادر نه عزیز. میان همکاری میکنن وقتی که در میکنن بله اول طالبا اومدگی نبودن طالبا می اومدن در ولایت ختلان بگیم که در بالنیسا خوب میرفتن در گوسپیتال می اومدن لیچنی میکردن میرفتن تیر میخوردن یا که یگان دست پاشون میشکست می اومدن لیچنی میکردن. این رحمانوف ایروز میثاق قطعی اینو همکاری داره تنها در پشتی پرده راست هیچ چیزا مردم نمیدونن. بیا بگه که الماس دروغ میگه که پیش ای طالبا اومدن طالبا در تاجیکستان بگیم در گوسپیتالای وینی تاجیکستان هم اومدن لیچنی نمیگرفتن. یک تا این حکمدار برا بگه که الماس دروغ میگه. به خدا قسمت دیگه گپ نمیزنم میبرم میرم اگر دروغ باشه میگه. ای روز ما یا چی گفتنیم که درباره طالبا اومدن نبودن قضیه طالبا همکاری داشت. رمضان نه ما گفت شما رو خیلی خوب فهمیدیم بله چیکار باشه نباشه که طالبا یک همسایه دارن مثلا یک همسایه ما همسایه اوکی یک با یک لفظ کدی گپ میزنیم نه که رحمانوف یک خودش مثال چیکار بگم خودش مثال دم 30 سال یک خیتر میگیره ده مثلا که خیتر میگیره که من خیلی چه با بالاتر میگیره ده تو طالبا وای مثال چیکار بگم سیاست رحمانوف همیه قبول نداره نه که با همون کار باشه دیده است پشت پرده چیکار باشه نباشه کار باشه دیده است لیگ رحمانوف یک گونسون چی باشه ده ویگد نباشه نه که ما باید قطعی همسایه فرن رو چیکار باشه نباشه ما باید همکاری کنیم. الله اوضاع ما رفته است در رسمیت بشناسه یگان مشکلی نیست. بچه روسیه برارش سایت وای تروریستی امروز امریکا میبرارش بگیم که دیگه ما گفت شما را فهمید چی بود رسما بگیم ترکمنستان قبولش داره رسما چرا تاجیکستان قبولش نمیکرده باید ما یکم قبول میکردیم اونو را نکی رحمانوف خاطری که ای دولت‌های ابوالقدرت سوم بگیره طالبان میدرویانه برای گرانیسا میگن سومون بتیه برای دوره کردن و پلکار کردنش قبول نداره. باور بکنی این رحمانوف یک همین خیلکیه که مکاره میخواد که سپکتاکل بکنه میخواد که کینو بکنه ای بگیم که جامعه جهانی سوم بکنه برای که طالبان میان. برای چی طالب می اومده با خدا تاجیکستان به صاحب به ما طالبان نمیآیند. طالبان کنترکت دارن اون مردکا وعده دادن که ما همون درنی خدمت چیکار بخوایم اونجا میکنیم ما با همسایه کشورها کار نداریم. بگیم که بگیم یگان کاری خیلی همکاری نیکی بگیم میکنیم نیکی زلال نمیرسونیم به همین خاطر طالبان اومدگیان. اگر طالبان نمیدونم با ازبکستان با خیتای با پاکستان با ایران نمیدونم با همینجا اگر یگان مشکلی پیدا کنن در یک روز نصفشون میکنن طالبان را در یک روز.
اومدکو подписаться کردگن که ما در درین خدمون یک امارت اسلامی میسازیم خلاص دیگه کار نداریم ما با یگان نفر همون چی کردن قبول کردن که هم اسلامی شونه مثلا همون قانونشون کنستیتوشن مینیمو امریکا پارتوف چیزاش برا گفت ایسارتون بمونه خیلی میخواد بره بکنی بله نمیان تاجیکستان بگیرن اسلامی کنن یا که ازبکستان یا که دیگر جا را може быть рамон метарса я جد мисол фамидан дар кораки метарса да намефороша ки ҳамин клан диктатуриш мисол байн барава да чикале боша набоша ба толибо мисол опытнян чикале мисол опытнян да 40-50 сол опытни дорам мисол ҷанг кардаган мефаҳмад рамону метарса яруи тарсия ҳамаста ки қабул намекунад то есть ҳамун ҳукумати худаш ки рамону диктатура кардеса қабул карда намекунад яруи тарсия ҳамаста мо ҳамсоем ҳамдинем هم فرهنگیم همه چیزیم ما باید یگان چیز نگاه نکرده باید که بگیم به همسایه آدم وقتی خانه میخره باید همسایه‌اش نگاه بکنه که همسایه‌اش آدمی خوبه یا که گنده بعد خانه نخرته همسایه خوب بخره متاسفانه امروز رحمانов چی گفتن با دینا یک چیراشکو یک فدرال بوکسی که در دوشنبه شد دیدی چقدر دوری هم تاجیکستان هم روسیه گفتیسته تماشا کردی علمایی که در تلاش شدن تیپ بالچکی میکنن روسیه گفتیسته در دوری تاجیکستان کمش تا 5-10 هزار آدم شدن روسیه گفتیسته در کجا دیگه قدر تاجیک میمونه در کجا دیگه ما خیلی خمون گفت مرا افطاریت مثلا پشت تاجیک بونی کنیم در دوری خمون وطن خمون اگر ما چوپلوسی خلق شده باشیم چوپلوسی روز شدگی باشیم در دوری همونجا ورامده روسیه همش واس دارن غیر شرمندگی در کجا میشه اگر در حکومت تاجیکستان برای کمبودی‌های کارهای مثال برای انسان‌ها برای مهاجر برای مخالف برای هر چی من رحمانov 100% گناهکار کرده نمیتونم من 50% رحمانov گناهکار میکنم 50% مردم برای چی برادر عبدالخلیل بیس برادر عبدالخلیل بیس یاد دکا ما در این گپت نوریزویم برای چی تو وقتی که یک نیم دو سالشی که زدی سگوی ما وقتی گفتی سردولت تاجیکستان شام پرزیدنت تاجیکستان شام ما یک کاری میکنم که خلق با ما راضی باشه بله خلق با ما گپی خطو وقتی که ما خود پرزیدنت که سردولت جمهوری تاجیکستان باشی تو نمیتونی کنترل کنی که ما باید چاپلوس مثلا هم که بدخلیم هم که چوموی پاسترین نشیم ما باید دستگیری خمون نکنیم جوانان میخوان سپورتسمن خمون یعنی که اوجو بخوان 10-15 میلیون روسیه گفته در تاجیکستان در اینجا 1 میلیون مهاجر چومو کدا پاروتستان وای تاجیکستان خودش هم مای دکه 10 میلیون اهالی داره فهمیدی 3 میلیونش برآمدگی هر دولت‌ها تقسیم شده گپ در اون است که پروستا کو خلقا همین که چوبو کردگی رستم شراب یا بربری تاجیکایی که در طرف امریکا بودن همون چوپلوس کردن ندیدی همون چوپلوس کردن در امریکا فهمیدی تو نمیبینی چی گپ شده امروز در کجایی که تاجیکا جمع شد یا چوپلوس میکنن بزرگشون سر میتن در دوری هم تاجیکا همونجا هم چوپلوس کردن ندیدی تماشا نکردی چیکار کردی и просто در عقل آدم تو گوری نمیگالد абсолютно یگان وقت عقل آدم وقتی که ننگ ناموز روش 1 میلیون 2 میلیون تاجیک کارایی که در تریتوری روسیه فدرالی در دوری شنبه در دوری وطن خمون برآمده روسیه گفته با فلاکاشون بایرقاشون برداشته چیکار کردن این چی گپه این غلامی این پاسترین شوموترین در روی دنیا خیلی کار نمیشه میدی من زدگی نیستم و خیلی ولاس داریم خیلی چیرم در کجا عقل آدم تو گوری میگالد در کجا که 4 تاجیک جمع شد همونجا بزرگش سر میتن همون چوپلوس میکنن میره این در یگانش تو گوری نمیگالد فهمیدی просто вигиди که همین سیاست در همون میگه خلق در такой степени باید هم شومو کنه پارتو فهمیدی آدم который باید مردک باشه ناموس خودش باید چی کنه دی با خلق نباشه تو هیچ کسی در دولت هیچ کس فهمیدی авторитет دولت کی میبرداره خلق مثال اکونومیک کی میبره خلق فهمیدی культура کی پیش میبره خلق همه چی از خلق зависит میشه نه президент دیکتاتор میشه آدم کش میشه خونخور میشه любой کار میکنه در خلق خودش نه که همه تو مثال در такой степени چی کردن نمیتونی نود کردن نمیتونی ای در کجا تو گوری میگالد 10-15 میلیون روسیه گفتم غیر شرمندگی در دنیا نیست در امریکا گرفتن قریب 100-200 جوان تاجیک در همونجا رفتگی تاکسیستاش همش جمع کردن که چوپلوس کردن پارتوف این چی گپ رفته است
ما توکه هم خیلی پاتخالیم شدم که چو موتارین شدم میریم در کجایی که در همین راستی هم میبینی که جورش راستی فلاک راستی را چیم چی کارا کردیم اونا شگامی خیلی تاریخ ما باید پاس نریم لیبا ما میمریم در این راه میریم لیبا کاروچ چو ما نمیشیم فهمیدی در عقل آدم توفری نمیگالد بخشی که ما که ای 5 سال یکم برای که من گپی بزه گفتم دا ما просто عقل آدم وقتی ته سردولت جمهوری تاجیکستان در قانون چی باشه که دیستریکت در کانستیتوسیون خمون نشونه که هر یک وطن چی داره باید دولت پشت خلق هیچ فرق نداره که باشه باید چی کنه نگاه کنه защищать کنه در کانستیتوسیون خمون نشونه فهمیدی نه خوب بگی بله در اوج 2 میلیون 1 میلیون 1 میلیون و 600 چند هزار توجیک در تریتوری روسیه فدراسیون فهمیدی کمش 400 چند هزار گراجان روسیه در همونجا فلاک برای 15 میلیون روسیه گفتسته ای در کجا آدم عقل توغری میگالتا نخوام до такой степени هم خیلی شیشم پاسشم بریم همین در اینجا خلق شما کدا پارتیزان عذاب کنه یک کس پشت خلق توجیک نمیخواستند وقتی تی پرزیدنت شدی неужели ты я ایمان نداشتی چقدر تو همو شاو خود میبره که خلق ما عذاب کشیده فهمیدی خب تشکر زیاد برادر عزیز یا دقیقه است با اون کسی که بدروش جا نه یگان نفر است اون کسی که بدروش جا просто کому باید خیلی پاسترین آدم نشیم فهمیدی خیلی باید پاسترین نبود در کجای باشیم یکمش خطا مسلمان میگیری دیمش خطا توجیک میگیری این رحمان نه توجیک نه مسلمان فهمیدی اول مسلمان بعد توجیک در کجایی که باشی защищать خطا که مردک رو باشی защищать که چوپلوس نشه فهمیدی چوپلوس نشین یگان وقت خیلی غلام یگان گس نشین یگان وقت در یگان جو توغری نمیگالد فهمیدی امروز گفتسی که عبدالخالق که ما не باید مثال رحمانов همه کنترلیرу که نمیتونه همه все پیش راش کنه نمیتونه تو неправильно обсуждать с ними фами 10 миллион توجیک کو любой управлять когда меш любой управлять когда меш фами صدا دوباره میاد اوضاع سوز چی دوازم نه صدای من دوباره میاد نه صدای من سوز چی برادر عزیز من نمیفهمم خب یک دقیقه بیست نگاه کنید که برادرای عزیز این 100% که یک نفره 100% مردم تاجیک قبول نداره من به هیچ چیز قائلم نه که وقتی که 50-55% تا آواز میگیری باید که تو راضی باشی بگیم به همین چیز به همین زندگی که همه حکمت میکنه بازی اگر رژیم امروزه را 60% مردم قبول داشته باشند بگیم که 40% بگیم که دیگر حزب حرکت ها یگان گروه های دیگر اگر 40% باشه و رحمانوف بگیم که 60% قبول داشته باشند من دیگر غلام قانون میشم زندگی میکنم دیگر چیکار میکنی وقتی که من دیده بودم که رحمانوف بوی داد در ویبر در نهضت وقتی من میدونم که رحمانوف یگان بار 90% در تاجیکستان آواز گرفتگی نیست یگان کس و آواز نمیتیه دروغ خچه برای پیشوا کرد خچه این کرد خچه اون کرد که اثر قدرت بمونه کنستیتوسیون 3 بار علش کرد همش به منفعت های خودش و منفعت مردم نه قانون باید برای منفعت مردم باشه نه اینکه برای یک جزء عائله خب همین خواهی گفتنی بودم خب جا برادر محمد تقایف سلام علیکم برادر محمد تقایف سلام علیکم اگر همینجا باشید خب این برادرمون نیست خب نگاه بکنه که اگر حکومت 60% آواز میگرفت یکم پریتنزیا نبود بخدا بیان دلیل اثبات بکنن که ما را 60-70% مردم تاجیک اعتراف داره باور بکنید سری رحمانوف میگردم یگان مشکلی نیست
من حکومت دعوت میکنم، یکم بارشینه 10 بارشی دعوت میکنم بیای سر یک میز بشینیم. من نمیخوام که در اروپا باشم، من میخوام در تاجیکستان باشم، در تاجیکستان کار بکنم، فعالیت بکنم. بیای سر یک مسئله بیایم. برای چی که شما با طالبا همکاری میکنه با ما نه؟ من نه خدمت حربی کرده گیم که بگیم که یگان تکنیک را استفاده برده بتونم. من یک کرانوفچیک یا تراکتوریست یا سوارچیک یا همین چیز. من میخوام که برام در وطن خودم کار بکنم، در پیش پدر مادر. امروز پدر مادری من بگیم 30 سالشون به جای رسیده، برادرم در زندان، من در خودی که چون گجا که پدر مادر مرا نگاه میکنه. من میخوام که در پیش پدر مادرم باشم، پدر مادر ما خدمت شونا بکنم. و رحمانوف میبرم یکی حج نره و یگان کارا کنه پدر مادر تو نگاه بکنه. و تو نگذاشتی که من پدر مادر ما نگاه بکنم. سببی که اینه که من نمیتونم با پدر مادرم حتی صحبت کردن، مشکلش رحمانوفه، که رژیم رحمانوفه. شما را وقتی که میگن که این کار نکنید، کار خطا، شما با جایی که بگین که مشکلی مردم حل بکنید، نبراد مردم داره پرابلم میکنید. و چه یک نفر نمیبره نسبت شما یک چیز نمیگه. باز من حاضر هم آماده هم که حکومت بیا هم صحبت بشیم، سر یک میز بیایم بشینیم یک کار بکنیم. نمیشه که مردم همش برن زندان بکنن. مثال من نمیخوام که یگان نفر ای پشت من زندان بره، برای که من یگان کاری خوب نکردم. ولی وقتی که هیچ کار نکردم، من یگان طرفداری من میره زندان، دیگه بگیم که همون کار نکنی خوبه. برای که انسان باید ترازو را نگاه بکنه. وقتی که بینی که ای خوبی در زلالت زیاده، برای چی زلال میکنی؟ برای منفعت خود من کار نکرده شدم. من میگم که با خود یک برنامه ما کشیدگی اون وقت ساعت داره، میبینم که مردم چقدر نورا دستگیری میکنن. من خودم میخوام که با چشم سری خودم ببینم که چند مردم مثال یگان کار کردن میخوان. خلاص اگر بد نشید تا همون روز ساعتش هم نزدیک اومدگی. اگر ببینم که مردم دارن اکتیو نیستن، دیگر چی میگم خدا نگهبان تو. برادر عزیز، من پروفسیم به حد پروفسی خوبه، 25-30 یورو ساعتی کاری میگیرم. میرم خفای کارم برادر عزیز. من یوتیوب پل نتیا، من یگان نفر پلم نتیا. من تمام برای خاطر خدا، برای خاطر مردمم، برای خاطر زندانیایی که نزشتو رفتگی زندان شدگان، برای گپی حق رفتگی زندان شدگان، برای همین دارم مبارزه میبرم. ببینم که زورم نمیرسه من خدمت آقا. اگر مردم طرفداری نکنه، دیگه توکلتون به خدا است. شما دوره رحمانوف قبول داره، برای دیگه پس رحمانوف من بگم که میرم پس زندگیم، برای خیلی رحمانوف زندگی کنم. دیگه منم یگان چی نمیگم، شما هم سراتون ورون نمیشه، رحمانوف هم شما زندان نمیکنه، هم خیلی میری. نکی من میرم، باور بکنه رحمانوف پلوبوم باید نفر دیگه میبره. خیلی نفرها زیادن که بگیم که اوت شده ایستادگی که چخیل برای هم برآمد بکنه. که رحمانوف بگیره میبره محکمه. وقتی من ببینم که یک برادر من برد محکم کرد، من چخیل بازم دو پادای موسی بگیم اخسی ما بگیرم مبارزه ببرم. و همین خاطر من او طایفه انسان های نیستم که برای منفعت خودم کار بکنم، یا که هدف من یگان سوم کار کردن باشه. والله قسم نه برای سومم، نه یگان کس سومم میتیا، یگان کس تنها یده چیزا را یده نفر برای این مبارزه من کمک کردگی واقعا هم دستاشون در نکنن. برای که من نمیتونم چند چیزا ساخته، مثلا صورت یا که یگان چیز ساخته، من ایسا نمیتونم خودم. یک چند برادر رو دستگیری میکنم. من هم گفتگیم که اگر روز ساعتش میاد، من بگم که کانال در شما میتونم برام میرم ببینم که مردم قبول نداره برنامه منو. ممکن مردم برنامه 24 قبول داره، ممکن برنامه نهضت، ممکن برنامه پیمان، ممکن برنامه برادر شراف‌الدین قبول داره. ایران مردم دیگه یک دنیا حزبه. نه خب گفتی همون یک خیشامون که در
мағоза савдо мекардааст. баъд нафарҳо зиёд омадиянд ва гуфтааст ки бародаро ба ҳамин бозори калон ҳамин як магазини манай. манам гуфти ҳамун хешомон ки я мубориз манам ҳамин давест тоҷикистон ята манам не ҳазор таи дига баре дар барномаҳошон иштирок кунед барин суҳбат бикунед дига ягон гап нест. ман просто вақт соат ҳамин чиза интизорам ки то чанд қара мардум дар ҳамин қа маҳал ман чанд қа одама ҷамъ мекунам. тонистам дахши мубориза мебарам, натонистам худоҳофизӣ мекунам, мерам. бовар бикунед дар аврупо бигем ки ба пули садсал шиштан намедонам ба пули хонашинӣ да ё ки ай тарафи дарсад ягон чиз метиҳанд ӯ чизе нест ки ту ягон кор карда битонӣ. амрои ман дар Range Rover дар Lexus последний модел гашта шудем. ман велосипед надорам. барои чӣ? ман наметавонам ай онҳо зуртар бикунам, барои ки ман дар инҷа маошҳо хубтарам, ман метавонам бурам кор бикунам, зиндагима бисозам. ман барои хотири ватан, модар, барои бародарое ки дар зиндонанд, барои ин чиз ман мехоҳам ки як талош бикунам, як коре бикунам ки ба дандонам бурам занҷирои зиндона биканам, бигӯям ки бирои бародарои азиз. яке мутаассифона ман падешкар ай тарафи мардум надида шудам. рӯз ба рӯз моро 800,000 нафар тамошо мекард, омад ба 300 нафар задааст. мо даже 100 дона лайк карда натонистем. ай 300 нафар 100 дона лайк зиёд не, ман намегӯям 200 дона, 100 дона лайк наметавонанд монда ин мардум. баъд чӣ хати ин мардум намедонӣ ту мубориза мебарӣ. значит мардум ба Раҳмонов розиянд. ман ҳамин фикр мекунам. значит розиянд, мардум мехоҳанд ки ба Раҳмонов зиндагӣ бикунанд. имрӯз мутаассифона нигоҳ бикунед ки дигар якм дар барномаҳо чӣ буд, мебиромаданд чоплусо, тарафдорои ҳукумат мебиромаданд суҳбат мекарданд. имрӯз дигар ҳамун худо ҳамун чоплусоро ҳам гирифт. мо дигар як нафар пайдо намекунем ки биёяд дар барнома суҳбат бикунад. 300 нафар моро тамошо дорад, як нафар бигем на мухолиф аст, на бигем ки тарафдори ҳукумат, ҳама тамошобин аст. ба ҳамин хотир ман ба хидмат сел мондагиам, бародарои азиз. вақти соаташ меояд, иншаалло ки дурам нест. иншаалло ки агар ҳамин хел ҳуқуқи ҳози рафта шуда, ҳамин хел агар барава, иншаалло ки як чанд ҳафта паси дига иншаалло ки мумкин мо дуо мегирем, иншаалло баъд мегем худо нигаҳбон ту. мерем дига ай паси кор монишем. бовар бикунед, як инсон вақт ҷудо мекунад, рӯз ҷудо мекунад, мехоҳад ки ягон кор бикунад барои ҳамин ватанаш. неки як кас мисол тара поддерживать намекунад, як нафар намегӯяд ки биё даже ака мухолифоро ман чӣ намегӯям, мухолифо бисёрш кор доранд, уже кор бошу вазбина, ино наметавонанд суҳбат карда. ҳамон одамое ки мисол мехоҳанд ягон кор дигар бикунанд, муҳоҷир, намедонам дар Тоҷикистон будагиёш. вақте ки шумо ягон кор намекунед, бародарои азиз, ман ай Аврупо наметавонам тағйири илова дар Тоҷикистон биёрам. ина ҳама медонанд. манам хеле сағира ҳастам ки чизе аст ҳамура мегӯм. ман ягон чизи дигар намегӯм. зиёд нафарҳо ҳастанд мегӯянд ки мо лишнатра барои ҳамин як лаҳҷаи ширинӣ суҳбат мекунем, ба ҳамин хотир мотра тамошо мекунем. ҳастанд тарафдорои Раҳмонованд, тамошо мекунанд. дар барномаи ту дашнум таҳқир ё ки намедонам ин чизҳо каме камтар мушоҳида мешавад, ё ки ту ки бошӣ бигем Раҳмонов ҳақорат намекунӣ. ма чӣ Раҳмонов ҳақорат бикунам? ба Раҳмонов ҳақорат кардан Тоҷикистон экономикаш боло меравад, ё ки намедонам ягон мушкили Тоҷикистон ҳал мешавад. ман Раҳмонов дашномш мекунам, танҳо гуноҳоша ман мегирам, савобҳои мана ин ҳамин хел. мо ҳамин хел тарбия ёфтагием ки бояд инсон як нафари дигар дашном таҳқир бояд накунад. яки мутаассифона имрӯз бигем ки тарафдорои ӯ тараф бигем ки мебироянд, ягон кас намемонад.
پالنیک الک میکنن میرون. مردگی خیلی نمیشه. من بگیم که پیشوای شما را دشنام ندارم، نه شما را که ابسلیوت نمیشناسم. اونجا به نام فکر میدروه بعد یک چی مینویسه. مردک بشین ببرویم برنامه صحبت بکنیم و من شما را اجازت میدیم که شما دشنام بکنید، من شما را ببینم پروسه خلاص. بعد وقتی که اومدم پیشت با اون چند تا میفهمی که ایمونی من چند قایی که من چی کارها میکنم برای تو. ممکن میبخشم، ممکن یکون کارت میکنم. به همین خاطر دشنام تأخیر این چیزا نوشتن در آدرس یک نفر این کاری مردکی نیست. یک نفر ببروه بگه که رحمانو استعفا شما بود، نباید که بگیم اون نفر شما بروه این خواهینه. من بودجه دولت سوم نگرفتم برادرای عزیز، من یگان نفر را نکشتم، من یگان سری دولت دیگه دولت رو نفروختم. من چی خواهینی کردم؟ بروی یک خواهینی ما دکزت بکنی والله قسم میگم که من یگان مشکلی ندارم، حاضی میپرتم همه را میرم. یک فکت یک دلیل بیاره که من در فلان جو دروغ گفتم، تهمت کردم یا که من خواهین هستم، حکومت بروی دکزت بکنم، من اینجا ستاپ میتیم میرم، یگان مشکلی نیست. دیگه شما نمیتونه این کار کرده برای که شما دروغ گفته که من گناهگارم. من اومدم در جای اثبات کردم در دولت اروپایی که شما یک حکومت دیکتاتوری یا یک حکومت ظالمه، مردم میبره شکنجه میکنه، چیزاش میگیره، بگیم که برادراشون میبره زندان میکنه، همسنگراشون میبره زندان میکنه، مادراشون زپرید میکنه، مادراشون زندانی میکنه. ما به همین خاطر اومدیم بگیم که در دولت دوران ما را قبول میکنه. شما اگر ظالم نباشه اینا ما را چی قبول میکنه؟ دیگه وطن تو خوبه بری، اما مشکلی نداره. باز دیگه سیریچا رو در اروپا دیگه قبول نمیکنن، برای میگن دولت شما بوده بری، جنگ نیست. یا که امروز اوکراینسا رو دارن زیاد چپ بگیم که های میکنن برای آدمش که زپدنی اوکراینن، اینا روان کرده است جایی که تنها جنگ است، بگیم که همون جای ایستادگان دیگه اون نفرایی که اید لولوی اروپا بگیم رویشون کرده شدن. جای شما آباد است، برای چی شما میایید اینجا بگیم در گردن این مردم اروپا میشینی؟ اگر دولتی ما را هم همین چیز جنگ نیست، در وطن ما جنگ نیست، نه که اینو میدونن که رحمانوف کیه، رحمانوف چی کارها کرده شده. مخالفا راه ندارن در داخل. در یگان دولت روی دنیا خیلی نیست که مخالف در درون تاجیکستان باید باشه. کدام نفری که در دولت آینده ای گرانیچه 1 متر او سومه برویا و بعد گپ میزنه، انا او خوینه. رسانه میتیم برای مخالفه، تلویزیون میتیم، ماشینش میتیم برای مخالفه، برای در شهر و ناحیه ها پروپاگاندا تبر. اگر تو میتونی ای رئیس جمهوری که تیکوشی هسته، تو اگر خوب کار کرده بتونی برای منفعت ملت دولت، بگیم که استعفاش طلب میکنی، او میروه تو میوی. باور بکنه آرزوی زیادی مخالفین هم همینه. تاشه من نمیبینم یگان نفر در برم، من یگان نفر در دیده است، اون نفرهای کلیدی را واقعا قطعی من بگیم که در صحبت نیستم که بیا چیکار بکنیم بیا چیکار نکنیم. ولی این خمیستان بودم میدونم برای یگان چیز من دیگه هم میبرورم، ولی نو ایوب من برواردگیان، ولی خیلی دیگه بستیم بودم میدونم یگان چیز دیگه من میبرورن. با همون قطعی بگیم که باید مردم باید یگان کار کرد. اگر نمیکنه باور بکنید یک چند قپس دیگه باور بکنید. من خیلی انالیز کردم که اگر ما همیشه رفتن بگیرن مردم، ممکن من یک ماه پس دیگه ممکن خداحافظی بکنم. اگر بینم همین خیلی است، مردم دوره بگیم نه صحبت میکنن، نه میبروین صحبت میکنن، نه بگیم که دستگیرید میکنن، نه زنگ میزنن که ما قطعی یگان کار میکنیم، این چیزها نیستن. ممکن این کار یک ماه دیگه هم خلکی ده. من یک سپیسکا کردگی بودم که
تا کدام محله را من مبارزه میبرم میبینیم که اگر 10,000 نفر جمع کرده میتونم من یا که نه. متاسفانه ما گفتیم هر شهر نوحیا 3 نفر 5 نفر متاسفانه کم هست، نه که کم است. خب سخنگوی تاجیکستان اومده. خیلی چی بگم ترا؟ بیا اگه نه جمده اگه نه قبولت کنم. سلام علیکم. و علیکم بر سلام اسدالله علیه. سوز تنجی فکر چکو کنیم این تو بگو. چیکو میکنی؟ رحم به همه فرزندای میلاد بخورین، زندانشو نکنین. یگان نفر من بودم زندانی کردم. نه 24 نفر ای اسلو تیوی را نقبدن برای سوم گذروندن. من شما چند تا پیش گفتم که همین دروغگویی بس کنی، فقط دلیل بیاره، کاغذ قلم بگه که فلان انسان ها فلان آدم ها همین قیسون در فلان جا گذروندن. انا اوچین هم باور دینم کرد غیر صورت خیلی گرد نیست به فلانی اخی کردن مدانی شد کردن. این اتهامات من نکنم که حکمت ما بچی ها قادیره. بس روبلی روسی دروغ میکنه اقبال دانا نوروش که روبل نه قصد روبل این آدمایی که قبیدگی هن همشون در فدراسیون روسیه کار میکردن. همه در فدراسیون روسیه کار میکردن. آقا چک چه میتونی بیاری نشان بدی؟ آخه یک گپی که او چک من میگم سرزمین تاجیکستان رحمان فرو تو من میگم که چک با من بیار. من ترا دلیل میارم که خریطه تاجیکستان کم شد، خطای گرفتش. این قضیه در قرقیزستان دادن. دلیل همین نیست که سال 92 امروزه سرزمین همین چقدرش کم شده. من آواز بسکتی میگو قرقیزا میگن که زمین ما تاجیکستان گفته گشته چی میگوی؟ انا تا دلیل بیار که همون انسان ها سوم گذروندگیان. نه همجا من میگم که محمد ابن بگیم که سوم میگیره مردم سومش نگذرونه. هم دلیل برو نمگه پا میگوی تا بیار چون من نمیگفتم. بسته بشکر برای چی ای دیگه محله و نه و ایمینای همی خونابادی همون قشتا خوناباد ای دیگه محله نه اچی با ای محله مون نرفتن 20 نفر نقبیدن که شما سون گذروندین. من ترا چی بگم همون منطقه بخدا مسلمانی ایمان دارن، کم ترک مسلمان رنگ هم نظر به دیگر شهر نوحیه ها به همین خاطر داره تلگی در همون منطقه کلو رنگی قولو هموریان. من نمیتونم رنگی و رنگی دیگه کسان من میگم که این حکمت همه آدمای مسلمان ها داره زیاد ظلم میکنن. تو که نه این آدم موندگی بچه همی تا نکنن همی کراکو تا دلیل نباشه اون کسا محکم نمیکنن. این اروپا در رفتی تعریف کسای نشد تربیه کودک خیلی همونجا روزی هستی برای تربیه کودک همون اروپا. سوال نگاه کده اسدالله من کودکای من میخونن امجا من گفتگیم که آبازی میرم من گولکات من گفتگیم که نه درس خریستیانی میخونن میگم که نه من یه حق دارم میتونم که اتکاز بکنم. من با زیادی چیزهای اینا راضی نیستم. یکی دموکراتیه من حق دارم که همون درس بروم کودکای من یا که نروم. مجبور میبرنشون چیه؟ مجبور میبرن کریتشون میکنه اینا میکنه. دروغ نگو الماس ای خدا درس دروغ نگو. با خدا مجبور یکم آدم بردگی کریس کردگی نیستن. میگه که دین چیه؟ خیلی میپرسن چیزا رو اختیاری. من میخوام که یک حکومت باشه که در تاجیکستان مسلمانی کنه خیلی لیج میگشتگیش خیلی توپیک وای نه خیلی نه وای رو شما سلیمت کنم بگردم اجازته
چون ما نمیتونیم یک حکومتی بسازیم که رنگ اروپا باشه، رنگ امریکا باشه، رنگ نمیتونیم یا جایی که آزاد باشه. مثلا نوار ما که کودکو در مسجد قرآن میخونن که در داخل تاجیکستانی برای لبوی مسجد یک نوار پیدا کنی یا که بپرس گپی بیار نوار نیار ملایم ما بپرس که همینجا قرآن درس دادن فرزند ما آوردنیم همینجا کمکی درسش خیلی چی جواب میده بعد هم گپی اول بگو نوار نیار گپ بیار گپ دادی در اروپا ای 14 ساله بولو همین سپیرتی های کوب دوزای بلندش نه دوزای پایانش خوردن کودکا ممکنه همین را قبول داری یا نداری؟ 14 ساله نه اینجا همین تولد شیرگی میخرانیدو انا بر در تاجیکستان 14 ساله منه تم بخیریم مازد نیست ترا ما تاجیکستان منه همین چاست یا که اینو مجبور نمیکنه کودکو من عرق بخورم اگه عرق خدم را شکرتم تونی عرق خدم را شکرتم تونی چون نمیتونستم ایدست نگیرن کودک تکو من نومم میگردونم حقوق را پایمال میکنی ایدست نگیرند همه خیلی حرف تو نیست شکایت کنه من ما شب کنیم که اینو بگیرنش من مسلمان فرزم تربیت میکنم که برادر بچه هم ما مسلمانیم نه کارو دمو درست نیست مثال تا دختری تا بچه‌ای که باید نه کارو نکنی توی باید نه کارو هم نکنی ما رنگ شما ورگ فرزندان نمیکنیم که خچون کلام شان عراخر میشه دیدی در تاجیکستان تا 18 ساله رش خوردن سپیرتی نشاکی های سپیرتی منه در اروپا من نیسته اگر کودکت بخره تو دمره شکرتن نمیتونی با میتونه که بلوی شکایت کنه سود دبتا که پدر من نمون خوردنی خیلی فرزندی من رفته من در سود داده که بگم که پدری من نمون اگر دمره شب بگیری سود نمیتد حق نداره سود بزنده نه حق داره در سود بتیه من نمیگم که حق نداره این چیزا هست لیکن من فرزند من درست دارم تربیه میکنم که حتی نره دزدی نکته عرق نخته نمیدونم زینو نکته یگان کار نکته وقت ساعت میاد زن میگیری وقت ساعت میاد شو میکنی مثال همین چیزا رو من میفهمم خیلی است که فرزندی من مجبور برند حق عرق بریزن و که از اون چیزی خیلی نیست مجبور پرسش نمیکنم درس پرس نمیکنم میپرسن الماس دلیلو هست بختو قسم الماس دلیلو هست تا همه را درو گفتی همه را چیکار ترم میدونم که میدونی که هفته یک روز میبره ویدیو کی الماس نمیگه درو گفتی بخدا قسم اینم که برور یا دروغ ما اگر من والله قسم اگر دیگه گپ زنم زیدی رحمانو یا دروغ ما بیار من چی در من خیالم شما بخدا بره بانم یالو شما چه خیلی آدمه میای سر برون منه وقتی برنامه چه دروغ گفتی دروغ میگم من دروغگو قبول نکه بره نخوشه زایبت کرده نخوی معقل تو نیسته پشلی نخوی تمام ندروی کانالی من معقل تو نیستم ایدیتی نخوی تمام بله میگوی که اگه چی نکن دل یک اصلا نرانجونم میوه برادر عزیز از برای خدا نمیفورد تماشا کردن بلاکم که بره من اینجا با خدا گرم چیزم قد شما تو دروغ میگوی دلیل بیاره بیا اینجا دلیل بیاره ببینه الماس اینه فقط اینه دلیل تو دروغ گفتی من مردکم دگف میستودگیم چی دروغ گفتم من کودکات نمیبرن کرس میرن کودک عرق میخوره نمیسه ما مسلمانیم ما دیگه گفتگیم که ما خریستیان نیستیم ما مسلمانیم ما تعلیم تربیه ما همین خیلی کودکای ما سیگارت نمیکشن نوس نمیکشن تا 18 ساله را با بچه و دختر یجویا نیستن این چیزا من نیدم و من یه حق دارم که بگو من حق زندگی دادگیم در اینجا خیلی نیسته که مجبور بران آوازی شما بران نمیدونم درس علاقه جنسی شما بتیان نمیدونم بگم که سرکف شما بران دین اینو رو بخونن من حق دارم که این چیزا کسب بکنم میبروی انا تو دروغ میگوی انا تی خیلی سر بیرون نکنه بخدو در خوبم در گندگی بخدو میگیرم چیکار میکنم کدوم تا خب
7 پلوس 70. سلام علیکم. هم کامرات هم میکشتی خوب میشی، برای که خدا نکنه که هم تا که چهرت معلوم بشه. اینو هم ایستادگی هم جداد دارن که کو یک کس در قفس بیافته. خب برادران گرامی قدر، وقتی که نامتون رو میگیرن خواهش میکنیم که یک کمی سراسیمش بگیره. یک کلابی. السلام علیکم الماسیو، خوبی؟ سلامتیت خوبه؟ علیکم السلام. عصبی شدی برو اومدی سبشنی نوشتم گفتم قبولم کنی نکردی. آخه میگه که سپیرنوی من نیست ایتالیای دولت خریستیانی مقصد خریستیان نمتری هر دین درجه در تاجیکستان ما تا 18 ساله را نمیبونه مسجد روی. الحمدلله ما مسلمانیم. تو نایش بگو کلت دوخی در نومت من برم خدا پرست قبول نمیکنه. خیلی گپودا مسلمان فقط اراخری بگو که دمو اراخری تا 18 ساله را اما میخرن. اوخی گوش کن. نه اوزی میگه که اشترافت میکنن برای گودکتی تارید میکنن همون را بگو بچه پریچوز که سالی 2 زدگی بگو بدبخت ما هم در همینجا وزیرش هم تاری زندگی داریم. ای تاری رنگ تاجیکستان حق تا بگیره. ای تاری نیست ما با یورا هیچ کی نیست ما را سومیتا هیچ کی. پروسه برادر عزیز یک چیزا پروسه نمیخوام. پروسه مردم پستوید بکنم. یک نوار تاجیکستان ما چه رقص میکنن همش نمو ندارن. این دخترها من یگان دختری من به نمو نمیروم مکتب. بله ای گپ توغری گپ توغری تاری همینجا هست. کردگی با خدا قسم من اون نوار دیدم کو من خدا را شکر میگم که من اروپا اومدم. با خدا قسم انا ای گپ سلمانی اینمی آلمان انا می گپ دام مقصد زایا برادر عزیز ما میگم که در تاجیکستان دولت مسلمانی خیلی تاجیکستان یک دولت کفره به نام الله در اروپا امریکا انگلیا فرانسه این هم جوده آزاده مسلمانی چند در تاجیکستان. ای بچه عبدالخالی نکلی زنکومون دلیل بیاره که در این مسجد کودکای ما قرآن میخونن نیست ما در اینجا کودکای ما میخونن یکان مشکلی نیست. بله تاری گپو نیست. بله اما قدری که امی قانونی امیجا را مقصد سبلودت که تو با دینت کار نمیگیره با مذهبت لزید نمیکنه ایتاری کارو رو نمیکنه. تو امی فقط امی لوزی امی را بخونه با موزن ایتاری کاروی مقصد امی قانون و قاعده امی قطعی رفتار که یگان گپت گپ نمیزنن. ما شخصا همه اینمی چی تاجیکه چی ملتی هست فرق نداره. در نمیجا میان گریزه و ویزا قطعی نای رابطی ویزا قطعی میان انایی با چینم دارم نای توریستی نو خیلی ویزای توریستی قطعی میان همش نمیجا خشونا بیجنز دعوت میکنن. یک نگاه که در تاجیکستانی ما نه گودک سو میگیرن نه آدمی کلام. ای برادر عزیز ما را خونت چه گفتی برادر کبیری لاقل نگیرن نگیرن. انا ایجا تنها پل نگیره مردم. بله انا ایجا پل میگیره ملیساش پل میگیرن. بچه همین چیزا باید نگیرن. اینو اوخی دانو اما قدر الماسیو قبولم نکردی و خیلی گپی نه. انشالله دوفر دیگه برومد یا امیجا میست مقصد یکی درومد بدرو یا قطعش گپ زنیم بگو پریداتلیت دنمیه که تاول برومدی در پشت بیرق تاجیکستان بود. اوزی گرفتی بیرق تاجیکستان با نو پلاکت تالیش کردی بو گپ بزنه بلای چیزاکوش میچسبه. اوخی افکت زدگی نیست. نه چیزایی میکنه چلیکوش نیمشی سمیرامه نیمشو سمیرامه. اوخی بلا اول اول اینترنت همه چیزو تیار بگی هم بیچاره یک از کمکش نمیکنه برومد یا حکمت کمک کرده نتونست یک سخنگو شکی یک کار کرده بتونم. استریمی هوای دارم منم همون استریم دارم. بله آقا چه استریمی او را بی استریمی او را بی توبه کم خدا نم خیلی کشیده میبرش. نیکی نبرورم الماسیو همیجا بیست گوش کردن میگیریم مقصد. تمام گپ نیست. بعد یه برادر آیلای کتون افرومش نکنه. نگاه کار به تمیز چرکک پرکک میبره پشتی یا خوین وستوپاد میکنه. الحمدلله ما مسلمانیم خسته با حقیقت طرفی خودمون گپ زیسته تا اقلا نواد لایک گفتی همی خودش کی لایک بمون
ببرو مدنده ببرو روش بله ببرو برا هیچ گپی نه یگون پینی نداره برادر عزیز دیگه من لایک نمیگم برادر عزیز اوکی بچه توبه کن خدو بله استغفر الله با خدا ای بایده المسیو مرده گوری ای با برادر عزیز روز ساعتش میاد همین مردم نیاز به همین خلکی بچه های میکنن که ببرن بگه مردم ها سرجم بکنن به خدا زوره پوز نمیشوه این آدم های چیزا که بگردن نمیگیرن که ببرن بله وقت جدا بکنن پوز نمیشوه صحبت بکنن مردم ها سرجم بکنن بله پوز نمیشوه ساعتش میاد شما پل میتیه شما زوره میکنه یک نفر تیار میکنه که ببره برنامه بکنه همه آدم ها پیدا نمیکنه اما آدم ها بو نمیتون یفته بله برادر عزیز امروز دارن این مخالف های صحبت میکنن زیادش دل شکسته شدگیه میروان مردم های پس زندگیشه برادر عزیز مو یگان کس مو را پل نمیتیه والله قسم 50 دیرم من یگان کس دادگی نیست 50 سنت برای همین مبارزه من دادگی نیست یگان نفر به همین خاطر لبای انسانی که میآید چند انسان های بدن که ده ها و صدها بار ایمن خوبتر بدن در این مبارزه اومدن دیدن که نمیشه دستشون تکیدن برفتن دارن خفای زندگیشون منم یک ماه دیگه هم ممکن نمونده نمیدونم یک کلندر داشتم اونجا نوشتگی بودم که تا همچنین مبارزه میبرم اگر 10,000 آدم پیدا کردم دلش مبارزه میبرم اگر پیدا نکردم میبرم خداحافظی میکنم میرم خفای زندگیمو اگه گپ نیست گفتی همون یک برادر که تیر کمون گرفته مردم همون چه فیرات کنه من با همون جمع یکم بودم غیر این صورت خدا نگهبان تو میرم پس زندگیم با خدا با پروفسور من تا 30 evra را گرفته شد ساعتش میرم کار میکنم خفای زندگی میشم مردم صاحبی همه چی شده ما بگم که سیستم همیشه میخوایم که برای وطن خدمت کنیم برای برادران سرجم شیم بریم رحمان و طرفا بگیریم هممون آدم واره زندگی کنیم این مردم خیلی نمیفوریده مگر ما باید زندگی کنیم کو معمولای من در اینجا ور میگردم من ولیک ندارم برای چی برای که اینجا میشینم قطعی مردم صحبت میکنم بگیم که کار نمیکنم هدف مبارزه وقتی که بینم که دبارم میشکنه باشه برای چی من همین خدمت غم بتیم سوال برای دمی همه برای چی وقتی که پدیش که نیسته ما 400 نفر تماشا داره ما 100 دونه لایک نگرفتیم شما کیف کنی نمونه برادر عزیز لایک ابسولوت نمونه پروستا میستی تماشا میکنی کو برادر عزیز شما را واقعا نمی زندگی محقله بنویسه در کامنت که الماس بحثش که به خدا یکون مشکلی نیست فکر نظر شما این بنویسه که الماس دیگه برآمد نکه خلاص ما طرفدار رحمان فرند یکون گپ نیست ظلم میکنه ما همین ظلم قبول داریم همین خشیدگیم من گپ سخت نمیگم ما حق داره همین خلکی زندگی قبول بکنه بره یکون گپ نیست خب ریگری بعد اینجا یک نچلی نیکالای پتروویچ بعد ریگری خوب ریگری سلام علیکم علیکم سلام سلام علیکم برادر عبدالخلیل امیدوارم خوب هستی برادر الحمدلله خوبیم ما اینجا کار داریم تماشا دارم گزلگی داری برادر دیگه غیران بازی نکنه که با پیش فقط پریود شدن در کره ایلویم که یک از تماشا برادر عزیز خدمت همین عادل همو ریولوشنر برادر محمد تقایف و چند نفر دیگه که اونش در واتساپی هم با همین نمیدونم چند نفره 50 نفر نیستیم 50 نفر نیستیم من 10,000 آدم افتادم 2 سال شد برادر 50 نفر میشه و یگان کار کرده
ما با 50 نفر یگان کار کردن نمیتونیم. برادر الماس یک نفر از دیگه کردم یک گپ تمام کنم. من از داخل یک نفر پیدا نکردم، از داخل تاجیکستان یک نفر پیدا نکردم که یک کار بکنه. نه من همه شهر نوحیا خواستم که مثلا ادنفره می یک کار بکنم که همه مردم بفهمن، متاسفانه پیدا نکردم. значит برنامه من مخالف نیست. اینا نمیخوان که کودکان اینو 500 سامانی بگیرن، اینا نمیخوان که مردم سبه داشته باشه، اینا نمیخوان که سطح مهاجرت کم شوه، اینا نمیخوان که مردم که значит بگیم که همین ظلم‌ها در روسیه باشن، میخوان این چیزا را. значит مردم ایسا قبول داره. چی من مردم برام مجبور بکنم که علنه و بلنه بیای من قبول بکنیم؟ منم آدمم میبینم که مردم دوران بگم که پدر شوید میکنم، من خداحافظی میکنم میرم خلاص. خب برادر عزیز بفرما، یا با چند نفر دیگه قبول میکنیم، برنامه طولانی نمیکنم ان شاء الله. که برادر من چی گفتنیم برادر؟ خیلی کوی مردم چه گفتمون مردم پروستا یک دیگریش باور نمیکنه. همین خیلی کرده پرتفتگی این حکومت، فهمیدی؟ و این چرکک گیدر اومده گیجا هر خیلی گپوی به منطق گپ زده. سه چرکک ده گزلگی نکن. این همین درون من هم بقپش کنم اگر به من خدمت میدونم چه خیلیش کنم با دیگه خیلی رو. حالا عزیز من دوست نمیدارم که نفری که میبره لطتتا میگه، دروغ میگه، تو فکت داری، دلیل داری، میدروی سلام علیکم الماس خیلی زوری ها، این فکت دلیل، این در فلان جا فلان گپ گفتی، مال یک گپ دارم گپ ها میبرم بدتر میبینم شرمندت میکنم. این گپ نیست. تو حاضی بیار بگو که تو در فلان جا فلان گپ گفتی. من مردکم گفتم که میکشم میبرم میرم در یگان رسونه. من همین خیلی مردکم، در یگان جا گپ نمیزنم، در یگان جا. این همین روز چند وقت 24 در یگان جا گپ نمیزنم. پروست این دروغ روه یا بچه نخو من دروغ گفتگی نباشم کو بیو یا طبیعه نخو یا تنایوه میبروی سر بیرون میکنن یا توی نقل میکنن بعد میگیری رویشون میکنی تمام. سر تا وایرون میکنه، پروست سر تا وایرون میکنه و خیلی نمیشه که با بحث میکنیم خیلی مبارزه دیگه. همین خیلی برادر الماس برادر عزیز چند مبارزه دیگه میتونه که من برادر عزیز بخیدم 3 موندگیم. من اگر همون روز و ساعتش بیا همون نفر پیدا نکنم من تمام خدا نگهبانتونه. من همین خیلی میرم گفتم مینیم اگر نشید من میبرم میرم. من روزی اول گفتم که 10,000 نفر میخوام، این همه قینسون تمام دلشی مبارزه میبرم. اگر شید دلشی میروه، نشید خدا نگهدار. ما نتونستیم 6,000 نفر نتونستیم شده در یوتیوب، 10,000 نه بخدا با 6,000 شده نتونستیم. 5,780 کسی 2 سال شد همین نفر ایستادگی یگان کس آبونه نمیشه. آبونه نشه که رحمانوف میبره ترمتون میکنه، سوم رو که رحمانوف زندانتون میکنه. یگان کار نکنه نه بروی گپ نزنه که رحمانوف زندانتون. بعد برادر عزیز اگر رحمانوف دوره زندان میکنه لبای خیل بعد شما مبارزه نمیبره. وای همون طرفدارای زندان کاری. همین خاطر منم نگه دارم که دیویژن مردم سستای میره. من 6 تا کودک دارم، من باید کمش قدی 3 خونه باید بخرم. 3 تا بچه دارم، باید اینا من خونه بخرم برای که من پدرم خونه داده وقتی زنم دادم. مادام قرضه که باید فرزندامون خونه بخریم زنشون بتیم. همین چیز دمو قرضه من ندارم ولی یگان چی به همین خاطر دیگه میرم یک قفل کار میشیم. کسی که تیر کمون گریف، کسی بیل لپاتکا گریف، داست گریف، نمیدونم تیاق گریف رفت تاجیکستان با منم همون جارم. من همون شهری نرم که بازم من در میدان یکم انسانم. خیلی که من بحث میکنم تمام میرم من مخالف رحمانوف، من مخالف رژیم رحمانوفم.
راستم مبارزه نمیبرن دیگه، در برنامه اشتراک نمیکنم، میرم قفای کار میشم 10-12 ساعت در روز کار میکنی دیگه، بگیم که میاید نمیفورد که خود بخری، میایم که خوب میره با گای نسکات ناپشونده نبروردن من خیلی میره و همین خاطر دستگیری بکنه بریم یکم کار بکنیم، همه آدم وره در تاجیکستان زندگی بکنیم. اگر دستگیری نمیکنی خدا نگهبان تو دیگه چی بگم. برادر الماس همین امام علی حیوان لعنت کرده الله این همو طرفدارای خودش زندانی کرد، همو کارکنای دولتی دونن که نوبت همش یک و یک میرسه. همین امام علی همو طرفداراش همو طرفدارایی که داره هوایو همین امام علی خودش نفرت داره. بعد چی گفتنیم خیلی نمیشه که بعد بس میکنم خیلی این کاری که گفته برادرش توی نمیگیره در درون آدم شدسته میونه من ایجا رو من خودم پتکلوچت کردن میگیرم دیگه، آدم جمع کردن میگیرم. اگر من رو من گفی گفتگیم ده من هیچ وقت قسم به عظمت خدا من قفونشینی نمیکنم برادر. من رفتم یا این طرفم میکنن یا نفت میشم یا نفتشون میکنم. من کاری کرگی من میکنم اگر که با وقتی که ایجا رفتم و بعد مثال یکون کار نشد بگو که تو последний پیدراز بدهی. کروچی خیلی دلشکستگی کردن در کار نیسته، دلشکسته شدن در کار نیسته برادر الماس. راسته این امام علی مردم ترسون کردگی، مردم همین جونش در همین نوکی بینیش اومدگی همین در همین برادر عزیز نگاه کده اگر رحمانوف 50% گناهگار باشه 50 دیگه مردم گناهگاره که نخستن بگیم که سراجت نکردن. رحمانوف برو 3 بار کنستیتوسیه را با پوزای خودش ایزوینیت کرد، زندگی داره. یک نفر صدا بالا نکرد. 2016 همین خبرنگارا برو اومدن گفتن نه بچه‌ها برو بگه که ما پیشوا نیاز نداریم، ما رمای گوسپند نیستیم که ما یگان چوپان داشته باشیم. پیشوا نمیدونم یک گله حیوان ده یک از پیشوا میشود. پیشوا در در کار نیسته. این عیب خودش نمیدونه. ما رحمانوف پیشوا قبول بکنیم. رحمانوف سوی داده، رحمانوف او باورده به در خونه مردم، رحمانوف کوچه را اسفال کرد، سطح زندگی مردم بالا برد. نمیدونم معاش نمیدونم 5-10 هزار سومونی شده. بگیم که چی درست کرده. بازار میدرویم میگه گوشت 150 سومون، 150 سومون 170 سومون 1 کیلو گوشت. 2000 سومون اگر اویلک بگیره 1 کیلو گوشت میخرد، یک خلطه ارد میگه 460 سومون نمیخیله. بعد اگه شما بست فیگر بکنی که یک آدمی که 2000 سومون میگیره 3 تا کودک داره چه او زندگی میکنه؟ اون باید شاک بخره، شاک بیپل نمیتیه اونجا. یا که در تاجیکستان بگیم که کارگرای حکومت شاکاشو بیپلن، میشاک کرته خریدن در کارشون کستون پتینکه خریدن، اون پتینکه میدره میشاک کپکه اچکی یل بودم، میشاک ریش گرفتن در کار هر روز. اون میرسه شما با گیجاتون حساب میکنی 2000 سومون نمک چشک نمیشود. باور بکنه من یک روزی کاریم در اروپا، یک روزی کاریم یک ماه اویلی که معلمی ویشی ابرزوانی دار یک روز 10 ساعت کار میکنم 260 یورو میگیرم. که 260 یورو با سومونی بزنه که چند قم میشود؟ با دلار چند قم میشه؟ در یک روز من 260 یورو میگیرم در 10 ساعت کاری. اگر معلم تاجیکستان چند قم میگیرن؟ یکانتش 2,500 سومون، سه قریب 2,900-3,000 سومونی میشه. 260 یورو 3,000 سومونی کدام معلمی تاجیکستان میگیره؟ کویتش بروی بگه که الماس دروغ میگوید معلم 5,000 میگیرن 10,000 میگیرن. معلمی زبانهای روسی انگلیسی این همین چیزا که پریواتاش هم نمیگم، چیزایی که آدم ها در خونه هاشون درس میتین کودکا را
یگان لیتسه بگیم شخصیه اونا را نمیگم، برای که اونا چند طیفه را هم میگیرن. سری طلبه مثال میارم، میگن که 100 سامانی بیاره اونجا 1000 طلبه اما وای بگیم که چند هزار سامانی وقتش فایده میاره. آدمی که دولت بودجه دولت سون میگیرن نوار افتادن. یه روز کارش ما یک ماه کار میکنیم. به همین خاطر من میخوام که بیای همه کسا یک کاری بکنیم که هممون یخی زندگی بکنیم. رئیس جمهور سمالیات داره، باید همه شهروندان تاجیکستان سمالیاتی شخصی داشته باشن. رحمانوف اگر اوپل داره باید شهروندان همه اوپل داشته باشه. برای چی رحمانوف بگیم که مردمی عادی زیادتر باید پل داشته باشه؟ همتون به همتون معلومه که رحمانوف تا موزه لایخیلی سری قدرت اومد شیمی کاستوم هم کن نداشت. این شیمی کاستوم های خدمت به خدا پل دادگی خریدگیم با 3 تا مسلمانی شاهد دارم که من همینه پل دادگی خریدگیم اون کس من نداده ایش. مثال برادر عزیز نگاه کده، من مثال من نمیگم که من یگان گرینیم، نه راست من تای موزه نمیام سری قدرت به پشاگ اسم یگان جورام کپکه قرض نمیکنم یا که نمیدونم شیم کاستوم نمیگیرم بیام سری قدرت. من دارم به خدمت. یکی مرگ هیچی نداشت اومد امروز یکی از میلیاردرهای تاجیکستان 20 میلیارد 2016 سال داشت. 20 میلیارد دلار، میلیون میلیارد. برادر الماس این کمش تا 100 من حیران میشم. ما یگان نه راه داریم نه یگان مکتبی درست داریم. اینا یگان کار نکردن. اینا نتونستن که یک کارخانه بسازن. پلا را دیدن بردن در بانک‌های شویتزاریا و نمیدونم هر جا بگیم که موندن، امریکا و هر جا. اینا نکردن یگان چی. اگر اینا میکردن من میگم گپش ندارم، تونستن کردن حلالش بود یا امر پرزیدنت باشه. ما مردم هم خیلی وقتی که بینیم که یک آدم خوبید میکنه یک کاری مثال میکنه که به منفعت همین مردمه چه قبولش نکنه. برای که یک کسی دیگه میویه گفتی همون خودشون که یک گیشنه دیگه تا او سیر میشه که با یک چند سال دیگه میگذره. این گپ خطا که یک نفر دیگه میویه اون نفر گیشنه زمانشد شومتی گیشنه میقبیل سر زنگ رحمان وره نمیمونش که 3 بار کنستیتوسیا بخچه تغییر بکنه. یک بار زیاد حق نداری پرزیدنت بشه. اگر اسمون ستاره بفروری تاجیکستان دیم دوبای بکنی یا 4 ساله ایستادی رفتی توکل به خدا. خیلی گپ نیست 2 بار ایستاد 3 بار ایستاد اونجا مزه چشک میشه بعد دیگه نمی رحمانوف میکنن. به همین خاطر باید در تاجیکستان 4 ساله حق داری رئیس جمهور بشه. کاری خوب کردی پنسیه خوب میگیری، کاری خوب نکردی نه کرپیش نمیره بعد 30 ساله 40 ساله پاجیز نمیره میشینی. من میخوام که نفرهایی که پل میگیرن نم گایویی که اصلا بگیم که مردم ظلم میکنن نمیدونم 100 سوم 50 سوم میشه قدری هم میگیرن با مقدار پلش برای ترمش کنه 1 سومونه 1 سال 10 سومون میگیره 10 سال برای زندانش کنه. من ببینم یک نفر پل میگیره معاشای مردم خوب کردن در کره که مردم بگیم که وضعیت نگیرن. ما در دولت‌های امجاز زندگی میکنیم اروپا در هر که در او کنجکاش مثال ای پولشا اوس لیتوا لاتویا او طرفا بگیم که جایی که بخش سوویتسکی سایوز در بگیم نزدیک بود اونجا میگیرن 100%. در این دولت‌های ما 50 دیران تنه میگیرن. قرار میته بخرسندی سلام علیکم میخواد معرفی میکنه چه آدم وره در این ما در کدومش معرفی میکنه کیه چیه ای کدوم بگیم که رایونای میگن یگان گایم خیلی آدمو رو نمیگن بیا داکیومنت تا بیار فلانیوچا میگیره پروتکل میکنه میره. برای چی؟ برای که تو باید 10 سومونه که 20 سومونه بتیشه نتیجه مینویسه. آدمو داکیومنت دارن ماشینشو هم 100% میگیرن مینویسنشو. اینجا خیلی گپ نیست. میبینه داکیومنت 100% بخشش میگه که مترقب دیدیم. خیلی هم تمو یک پروورکه کردیم. تمام بخشش آیا ایناسترانیت بخشش میپرسه که متر برای پروورکه حق داره
برای که ما وقت گرفتیم بخشش زیاد میتونه که عجله کنیم. به همین خاطر مردم بیای کاری بکنیم که بگیم که همه کسا یک زندگی خوب داشته باشیم. غیر این صورت ما چند دیگه وقت داریم، ممکن یک سه برنامه دیگه ممکن میبرم. اگرم نبرم بگیم که یک نوار میکنم که مردم من همه جا دارم زندگی دارم، همون وقت ساعتش اومد اگر شما جمع شده من همون نفری هستم که در میدان مبارزه یک کم آدم من نه آمدم پیش سامانی شما نخیزید در میدان. خیلی اینه که شما برای ولست بگیره بعد من بیام، خیلی گپ نیست. من هیچ قبول ندارم. من در پیش سامانی یکم میام میگم مردم فلان روز میخیزیم، اومدی در پیش سامانی من ندیدی نخیز برا میشوا. اینه خیلی که من مردکم. لیکن متاسفانه من ندیده شدم. یک نفر اگر روزی یک مخالف اگر یگان کار بکنه امروز بگیم که چشم مردم سیخ میزنه که او فلانی فلان کار کرد. لبای انسان اجازه داره لبای کار بکنه، پیروارات بکنه رحمانوفا. قطعی یهود هم کاری میکنه، قطعی نصارا، قطعی نمیدونم امریکا، قطعی خیتای، قطعی ازبکستان. رحمانوف اومد شیدکو قطعی لبای کسبی بکنیم بگیم که این وطن آزاد بکنیم، مردم نرمال زندگی بکنه. برای سخن آزاد مردم زندان نشوه. یک قانونای نرمال مردمی بگیم که درست بکنیم برای مردم که مردم برای یک کس برآمد یک مثال یک کس برای من که الماس کالی همین کلا کال میگن کورا کور. این چیزا نمیشه که من بگم پریک در سرم بمونم یا که یگان کاری دیگر بکنم. همین کلا کال میگن کورا کور. و همین خاطر باید ای چیزا خفه نشید که یک نفر برای طرف بگه که کالی کالا مخی خیلی چکو کنم پر ایراده آدم یکش موی سر داره یکش موی لب داره یکش کله. من موی لب داره یا که موی سر داره پریچوش پوشنی بالا رنگ بدخن کردگی من برام یکان چیشون بگم. طبیعتی انسان آدم روز به روز میاد موی سر سفید میشه، سر کل میشه، نمیدونم میمره آدم. باید این چیزا را این چیزا طبیعی هم. وقتی که یک انسان میبره یک چیز میگه نباید اون انسان برای زندان بشه. یا که رخشان حکیم میباره یا که مادری عبدالرحمن نالنه حکمت ما چکار کرد؟ برد زندان کرد. اینا به مادرها رحم نکردن که مادر عبدالرحمن یک به در قدم صحیفه های اجتماعی لایک مانده است یا که امروز لایک برداشته. تقدیر او انسانهایی که لایک موندن رفتن زندان شدن چی میشه؟ سوال با میان یگان بار اومدگی برای شما یا که نه؟ و که مشکل قانون نمیبرد یا که قانون تنظیم یا که هزار قانونایی که ضد بشریت تاجیک بود، ضد مردم تاجیک بود. یا که همون چی میگم تنظیمه تا حالا مردم دارن سبگه 20-40 جمعگی لبو چیزا میکنن. تنها چی گپ شدگیه همین تنظیم همون 500 سومونه یا نمیدونم یا پر فرما با همون نچلیک ملیسه یا که اوچسکوی یا یک طبقاش با عدل رای میکنی تمام دیگر رفته شده دلشه. راسته این تنظیم نبود، همون 500 سومون نمیدادی، همون یا پر بگیم فرما را با ویر نمیدادی و یا دیگ اوقات دیگه با ویر نمیدادی. هم چیزی میکردی مردمی ده همه خود میرفت. تنظیم آوردن اینا 500 تومانی میتی یا پر فرما میکنی یا دیگ نیم یا کارسون دیگه باش باید با عدل رای کنی. این همین تنظیمه. همین تنظیم که با گفتی شما خوبی آورد برای این مردم یا که بدی. باور بکنید من کمبودی ها زیاد هم در حکومت. باور بکنید همین اول اگر سر بکنید تا آخر میره نمیدونید در قدمش تمام بکنیم. نه که من امروز خواستم که تنها درباره طالب ها صحبت بکنم و درباره رحمانوف که رحمانوف افیسیال نه تا حال بگیم طالب ها قبول نداره. طالب ها را روسیه بگیم که سپیسکای 4 سپیسکا برداشت، امریکا بگیم زاوید کرد که امریکا که ما را ببردار میبردارنش. تحریمش را بگیم که
санксияро мегиранд. ӯзбекистон ай рӯзи аввал қабулш дошт толибора, ёки Туркманистон, Қирғизистон дар ҷо пасолош кор мекунанд. Дар Тоҷикистон не. ҳам дин муне, ҳам забон муне, ҳам фарҳанг муне, ҳама чиз мун. мо бояд ҳичи мега намега, бояд мо якум амино қабул мекардем. раҳмонизм ай мегӯм бародарои азиз, демократия Тоҷикистон нест. Тоҷикистон раҳмонизм ай. касе демократ мега хато мекунад. хато накунед бародарои азиз. Тоҷикистон раҳмонизм ай. даври СССР Тоҷикистон коммунизм буд. ҳозир раҳмонизм ай. ҳамиқа рафтан мегирад. агар шумо хомӯш бошед, бо чанд нафарои коли мебуранд эфир мешавад ку барномаҳои зинда мешаванд зидди Раҳмонов. ями гапоро ман мегӯям, шумо дар сартон қайд бикунед, гуфтем блогерои тоҷик. вале мебуранд Рустам истеъфо мегӯянд, баъди вай Сомон истеъфо мегӯянд, баъди вай Анушервон истеъфо мегӯянд. фаҳмидед? ҳамиқа рафтан мегирад. ҳамиқа гуфтанӣ будам бародарои азиз. барнома тӯлонӣ намекунам. хоб худоҳофизӣ мекунем. чӣ гуфтӣ? бародар Одилӣ чӣ моя бори дига хайбиё. салому алайкум. салому алайкум ва алайкум салом. дуюм бора қабул, дуюм бора шудаам барнома ҳастем. бародар шумо Абдухалил гуфтестем ки мо ҳамин коре ки ҳозир рафтестем ки дар ҳамин сиёсате ки шумо ҳамин роҳро гирифтагин, гуфтесте як чанд ка дига мисол як камо вақт дига барнома мекунам, баъд айпай зиндагӣ айпай кори бори худ мешам. бале мисол ҳар кас зиндагӣ дорад, ҳар кас мисол чӣ дорад, фикри худшо мекунад. шумо мисол сиёсати серьёзне хоки сиёсате ки ба ҳамун амалиёте коре ки шумо дар ҳамин роҳ рафтестен ай худтон боварӣ дорен 100%, или то нигаҳ доред ки кай халқ мисол якҷо шав, баъд ман ягон барномаи дига пешравӣ кунам. кори сиёсат ҳамин ки мисол камбудӣ дорад, бисёри чиё дар сари халқ ва сари одам ҳамун худат меояд. мисол ҳар чиё меояд тоқат кардан ҳар коли ба ҳамин барномаро пеш бар. диба мисол айпай зиндагӣ тиша мисол ҳар чи бисёри чи ваъдаи бисёр чи натеда, мисол ҳар хел ваъда ҳар хел чиёро мисол гап назанда. ман ҳамин мисол бисёри чиё ваъда накардам мардума. гуфтам ки 10,000 ман як бозам бигем ки як кор метавонам карда. ғайри ин сурат ягон кор карда наметавонам. ман ягон спердермен меган чӣ меган 41 паугестам ки ман аиҷа ягон кор бикунам. бародар Абдухалил ами ман шуморо хеле гӯш мекунам. ман пресс шумо мисол медорам 15-20 минут 1 саат мешавад. шуморо ман внимательно мисол тщательно гӯш мекунам, тамошо мекунам. ба ман фикри худман мебурам, гап мезанам. бале шумо мисол я сиёсат я мисол чӣ хел мухолифе ҳастем ки дар ҳамин роҳ чанд сол шид давом додестем. бо барномаи канали худтон мекардем. ман мефаҳмам ки зиндагӣ дар ҷои ман боши аи тараф иса бубини мардума. мумкин ки дар ҳамон озина ман 60 барнома кардам, мумкин ки 66. бовар бикун мумкин ҳамун якум барнома да дига мефти ки ҷои коре нест бизанам бирам. як саволи дига 3-4 соле ки дар Аврупоам полшаша ҳисоб намекунем. 3 соле ки ман дар Германиям дақиқа ман метонистам ки ба худо ягон кори хуб бикунам. лекин накардам. ман мегӯям чӯи мардум мубориза намебара. ман мегӯям чӯи ман ҳамин касоне ки мубориза намебаранд ман мерам нисбати ино жалоба мекунам. ман воқеан рафтам жалоба кардам, ҷавоб гирифтам барои жалобам ки ҳамин инсонҳо омадаги айноми сиёсат документ гирифтагиан ягон кор намекунанд. ҷавоб ма гирифтагиам. ман нафаҳмидам ки ин мардум чӯа мубориза намебурдианд. бародар Абдухалил ман нафаҳмидам гапи шуморо. худат биёи агар пеши ман мегӯ ки алмаз молодец буда бо 60 барнома кардем мардума даъват кардем. ба худо ин тараф бесте нигаҳ бикунед. шумо усу мебинед ку хиёл мекунед ки ман ягон гаренем, ягон кор карда метавонам. ман як хоки хунукам, ягон чи нестам. ба худо бе одамо ман ҳишкам. ба ҳамин хотир шумо бародар Абдухалил ман шуморо мефаҳмам. мутаассифона 50 нафар пайваста. савол дар байн меояд. бес як саволтон илтимос бестен. шумо гуфтестен ки 10,000 одам ҷамъ кунем. мо 10,000 одам майлемон. мо ҳами тичене ки шумо чанд ка ки давом додестем барномаро 500 одам ҷамъ кардан метавонем, ягон кор кардан мешавад. мисол якдигар фаҳмид дар байнмон бояд шавада. ҳамин коре ки мухолифе ки дар байн рафтеста мо бояд 500 одам. бародари азиз 50 нафар
من در 2 سال پیدا نکردم. 50 نفر به خدا 50 هم نیست. بله به همین سخن توفیق 50 نفر آدم ندارم. نه من فهمیدم. بس من چه سخن توفیق بگم. ما چی گفتنیم وقتی که ما هم 10,000 آدم یک جا بیایم این خود یک برادره که روی رو شد مخالفی رو 10 میلیون هم 10 میلیون 10,000 نیاییم. نهضت ای کجا بچی سیاست بچی سیاست ما بیایم امیره. تو باید مثال همین پیش چیکار بگم شما مثال هم پیش مخالفین من 10,000 آدم شما بیای برای من انقلاب میکنم. شما امیره ما کجا بیایم واپروس تاو چه ما بیایم کیرا کجا بیایم ای کجا بیایم 10,000 آدم اینم خود برچی کردی تکلیف کسی دعوت کسی من همین فکر کردم که شما اینمی دعوت کسی ما 10,000 آدم کجا بیایم 10 میلیون تاجیک در 10,000 پیدا نمیشه. 10 میلیون هم بسته 10,000 آدم کجا بیایم 10 میلیون من نمیرم فرانسیا آدم بیارم برای تاجیکستان. برای که پرابلم ندارن در تاجیکستان. من آدمایی که مهاجرم در داخل اصلا یگان مشکلی دارن. بردن برادرش زندانی کردن، پدرش زندانی کردن، پدرش کشتن، دخترش تجاوز کردن، خواهرش نمورش گرفتن، برادرش ریش گرفتن. همین خیلی انسان ها 10,000 آدم اگر ای 10 خونه یک خونهش یک نفریش بروه بگیم که هم 10,000 آدم میشود. ما همه را کجا بیایم عبدالخلیل برادر چیکار بیایم چیکار کنیم کیره بیدار کنیم کیره در همین راه من خواهش میکنم زنگ بزنه پیوست بشیم یک کار بکنیم. نه اومده سوده من چیکار بکنم. بعد اینجا من دعوت کردم بگیرم نیایم من همین امر ما بگذرونم برم. نه برادر عزیز امروز من در ورتالیات گشته سودیم. اما که بس نه همین کار همین ایو که همین وقتی مخالف کشیدی نگاه نمیکنی پول مول مثال پای دیگه چی نمیشه لیبا همین کار در کانسا دیلا دویدی در کانسا لیبا مثال پایش زندگی میشه در کانسا بردگی نیست همین قادمای بله من میفهمم زندگی داریم عبدالخلیل برادر گوش کن برادر یک دقیقه دیگه وقت داریم در برنامه کوتاه صحبت که ان شاء الله خداحافظی می‌کنیم. بله چی گفتم وقتی که دیدی که همین خلق در همین راه نه ناموسش مونده نه غیرتش مونده نه یگون کاری دیگه‌اش نمونده ای ترسیش یگون کاری که همین مخالفی رو پیش بردن نمیتونه خلقی که در درو در بری در کجا باشه بغرض مخالفا که رو شد گپ میزنن ای رو شد ما گفتم وقتی که دیدی که همین خلق عقب شینی میکنه میترسه و ما دیگه ای کجا دیگه آدم بیاویم که در همین راه برویم. برادر عزیز من به همین نتیجه اومدگیم که رحمانوف ای دوری نخه bayrak بگیره بگوی رحمانوف استعفا کو رحمانوف نمیروه. رحمانوف بل کلمان پنشاخ اونا شما برای میرای میزنی ویلکه قطعی اوچش منی انا مخی رحمانوف میروه. غیر این صورت ما اینجا بشنیم رحمانوف برا نمیدونم آجی لبوی کار نسبت رحمانوف دارن رحمانوف پشارش نمیبره میجش نمیپره. گفتیم یک یهودی که ای موده کورپاشه سازه که کورپاشه میگزه رحمانوف خنش میمکه ما یگان زلال رسونده نمیتونیم به رحمانوف ما چی تو باید برای مایدوری وطن این کاری که پیش شما گفتید این باید ایدوری وطن کار شو و همین کارو گپ شو من نه بیرم شما بیا یک جا بشیم من آماده هم که بیام تاجیکستان یگان کار بکنیم. نه برو اومده من در پیش سامانی نبروی ندیده من در پیش سامانی نبرو. عبدالخلیل ما باید با امید یگان کس نشیم. شما سخن مرا نفهمیدین. هر آدم حق داره حق حقوقی خودشه ای همین دولت پیشرفتی کنه طلب کنه نمیکنه سیاستی بسیار ژاستکیش پیش میبری میخیزی تمام در کجایی که باشه در دوری در بری وطن در دوری وطن با خیلی آسان‌تره که یک جایش میخیزی بله بخن میره تمام. انا ای گپ دار رحمانوف ممکن قطعی یا که پیرگوار میکنه یا که میره میزنی ایخه مواجهت پروست خط فریبیای پروست من هم فهمیدم پروست خط فریبیای اینجا دمو خدمو عبدالخلیل مثال عبدالخلیل بروز یک گپ دیگه کی برادر عزیز من گفتم که یک دقیقه گپ زن خداحافظی می‌کنی وقتم بچید من دیگه باید برام دیگه پس کارم خدا
نگهبان تو که دیگه من ایش پس دیگه ایده ساعت زیاد گپ زدن نمیتونم. بله ما فهمیدیم شما ما با گفتستم که ما باید چی سیاستی داشته باشیم که همون خلق دوری وطن دوری همون خونه‌اش دوری کوچه و در کی جایی که باشه بیدار کرده در همین راه راست موندن که سیاست ما سلطه همین سیاست ما نداریم. فهمیدی هر کس فکر زندگی خودش داره. ظلم کردگی همین رحمانوف که اینم یگان خونه نیست که رحمانوف دوست بداره. به نام الله دروغ نمیگم یا بیا یک خونه پیدا نمیکنی که در همین ناحیه ما که همین حکومت دوست بداره. آیا خونه کس برد کشت، آیا خونه رو برد زندانی کرد، نمیدونم تاجیک و ازبک گفت، غرمی نمیدونم چی گفت، عرب گفت، هزار چیز گفت، ما را جدا کرد. فهمیدی؟ حاجی مردم میدونه که چی گپه، نه غرمیش نه گربه نه ازبکش نه عربش، اینا پروست اومدن رازدیلیت کردن ولاست بدورن. به همین خاطر برادر برم همدوری وطن کار کنه میگی، برم همدوری وطن کار کنه ما که دیگه چی میشه؟ من میخوام که حکومت بیا با ما همکاری بکنه برای در تاجیکستان یگان همه کساش هم یک کار بکنیم برای وطن ما. اگر اینو نخواهن که یگان خنریزی بشه و یگان چیز نشه، بیا سر یه مسئله بیا مخالفو جمع بشیم بریم در تاجیکستان بگیم مبارزه ای که در درن ببره، نه اینکه اروپا بشینیم گپ بزنیم. من نه چیز طلب دارم حکومت، اگر میخوام مرحمت نمیخوام که که مردم ما آماده شید، من آماده ام که لبای خیلی قطعی رحمان سراجت سکنم رحمان اثر قدرت برام. من همو برام اگر ای برنامه ها برام من آماده ام که قطعی لبای حزب حرکت شامل بشم، بازم همو جرم در صف پیش خیلی نه که در صف قفا. نه بسیار چه وعده نتی عبدالخلیل برادر، برای چی که وقت ساعتش میشه جاوگری سخت داره. فهمیدی؟ ایروی گپای خودت میسو اول که مثلا میفهمم بسیار چه وعده نتی التماس برای چی که کاری انقلاب کاری پیش رفتن کاری آسان است. فهمیدی؟ برای خستن لیبا چندین کس ما دست میتیم. فهمیدی؟ اول یک کاری که میکنی که مثلا اول من کارو چیزی است کارو چیزی است یگان چیزا زیادی وعده نتی دایی رو لیشنی وعده نتی دایی رو. فهمیدی؟ این راه آسان. من یگان چی وعده ندادم، من ایقا زیاد داده دیگه نمیتونم. یا برادری که یک عمر خانوندهمش امروز او را ایما گرفتن. من یگان گرینی نیست. من مکتب تا چی نهمی ما خوندم رفتم نمیدونم سوارچکی تراکتوریستی یک پتو خوندگیم رنگ رحمانوف. من یگان گرینی نیستم. پروست من همین فرق میکنم اینمی آدمایی که دو تا دیپلم دارن 7 زبان میدونن اونا من همین فرق میکنم که من رحمانوف همین کارهای بچه میبینم میبرم در مردم میگم که همین رحمانوف دیکتاتور رحمانوف ظالمه. او آدمایی که 7 زبان میدونن دو تا دیپلم دارن یام باش کردگی. من همین فرق دارم او آدمو. خلاص یگان چیز دیگر نیست. من یگان گرینی نیستم. به خدا من ایقا زیاد چیزام دیگه داده نمیتونم. یک آدمی که ما یک حیات خطی پدرمون ما کار کردیم که این برادرمون بخونه که پگه بگیم که ما را نگه بکنه، او آدم خوندگی امروز در زندان، منی بیسواد در اروپا. به همین خاطر تا برنامه‌های دیگه دیدارو ممکن در تاجیکستان. سلام علیکم. انشاءالله که همش خوب میشه. راه افتاده نباشه به غرض من زیاد مخالف.